بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. سوره بقره شروع میشه. این سوره را به نام سوره بقره می نامند. وجه تسمیه سوره بقره به خاطر بقره میگه با وصفی که سوره مدنی است، خیلی دور و دراز سوره است، بسیار احکام در ذکر شده، موضوعات خیلی مهم در سوره بقره است. لیکن چرا نام ازی به نام بقره یاد شده؟ از این معلوم میشه که موضوع در این سوره اهمیت بسزای داره و خیلی موضوع مهم است. از همون خاطر است که ما این را یک کمی تشریح بکنیم. سوره بقره خو بسیار مسائل داره، چرا به دیگه مسائل این سوره نامیده نشده که به نام بقره یاد شده؟ اشاره به این میکنه که موضوع در این سوره خیلی اهمیت داشته. چرا اهمیت داشته؟ تعلق به عقیده داشته. تعلق به عقیده هر موضوعی که داشته باشه بسیار اهمیت داره. چطور تعلق به عقیده داشته این موضوع بقره؟ بنی اسرائیل امت موسی علیه السلام است. موسی علیه السلام یارا به توحید دعوت داده، اما بعد از پذیرفتن توحید در قلب از یا شبهه شرک وجود داره. الله متعال میخواه که شبهه شرک در قلب از یا قطعا باقی نمانه. از او خاطر یا مامور میشه به ذبح بقره. از کدام ناحیه که یا میترسیدن، در دلشان میگشتن که شاید ای برای ما ضرر داشته باشه، از امون ناحیه الله متعال ای شرک ریشهش میکنه، به خاطر که قلب موحدین هیچ نوع شایبه شرک در او یافته نشود. درس عظیم به ما و شماست که ما و شما در عقیده توحید خود آنقدر پاک و صاف، آنقدر مستحکم که هیچ نوع شایبه شرک در قلب ما موجود نباشه. الله که امر کرد بر اسرائیل و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذونا هزوا. به موسی علیه السلام میگه که تو ما را به مسخره میگیری. چرا این گپ میزنه؟ خبر داری؟ به خاطر این گپ میزنه که یا سابق گوساله را پرستش کرده، با وصفی که عقیده توحید موسی علیه السلام برای ازیا بیان کرده، بازم از ناحیه گو یک کمی تشویش داره. تا آلی رم عقیده مالک نفع و ضرر در مورد گو داره. میگه گو اگر بکشیم تبا میشیم. الله متعال به خاطر ازی که خب عقیده توحید راسخ شوه میگه امی گو باید ذبح و به دست خود ذبح بکنی. من گاهی براتان میگم هر وقتی که کبوتر شاید و شمشیره را بدون ازی که در دلتان یک چیزی بگرده ذبح کردی خوردشه، اونو وقت موحد پخته استی. اگر نیکی کبوتری زیارت گرفتی دستای دلرزه شد که یک آسیب برام میرسه، موحد نیستی. موحد نیستی. زیارت اگر چوبی شمیده کردی و در تنور انداختی در بخاری، در کجا انداختی؟ امرای جنده مندیش، یک روز بگوی خانه را سرش گرم کردی، موحد هستی. چی هستی بگو؟ چرا ایره مالک نفع و ضرر ندانستی؟ اگر نیکی گفتی که اگه ای کار کردم بچه میموره باز دیگه موحد شدن نمیتونی. قرآن کریم اشاره به این میکنه که موضوع توحید اهمترین موضوع است و آنقدر کار سری مردم شوه که در گوشه قلبشان اشتباه باقی نمانه و مردم نسبت نفع و ضرر به غیر الله به کسی دیگر نکنه. اون وقت توحید ثابت میشه. از این خاطر کل سورت به نام کی کرد؟ بگه بقره.
سوره بقره مدنی است. چی است بگوی؟ یعنی قبل از هجرت نازل شده، بعد از هجرت نازل شده. سوره های مکی و مدنی از نگاه حجم هم فرق داره. سوره های مکی کوتاه می باشه، مدنی چی می باشه؟ از نگاه مطالب هم فرق داره. مطالب سوره های مکی اکثرش محورش عقیده است، بحث از عقیده میکنه، کم کم احکام درش میآید. اما محور سوره های مدنی چی است؟ بگه احکام است. اونجا از عقاید خیلی کم چی میشه. خطاب در سوره های مکی غالبا با یا ایها الناس میشه، در سوره های مدنی با یا ایها الذین آمنو میشه. بحث منافقین اکثر در سوره های مدنی است و در سوره های مکی نیست. بیان عذابای شدید و تهدید و چیست؟ وعید، این زیاد در سوره های مکی میشه، نه در سوره های چی؟ مدنی. اینی فرقا در بین سوره های مکی و مدنی است. 86 سوره مکی است و 28 سوره مدنی است. سوره بقره 87م سورت است. چندم سورت؟ 87م سورت در نزول خود است. قبل سوره انفال و بعد سوره مطففین نازل شده. قبل سوره انفال و بعد سوره مطففین نازل شده. ارتباط این سورت قطع سورت قبلی سوره فاتحه بسیار قوی ارتباط داره. اول باید براتون بگویم کلام انسان، سخن انسان هم یکی با دیگه ارتباط می داشته باشه. ما و شما که سخن میگیم کوشش میکنیم که موضوع را یکی بسازیم، یعنی سخن بعدی ما رابطه با سخن قبلی ما داشته باشه. اینطور نباشه که یکی از کوی پغمان باشه و دیگه از کوی تلویزیون، اینطوری نباشه. و این یکی از جمله امور فصاحت و بلاغت است که باید اینطور ارتباط در بین سخن باشه. الله خو الله است، سخن از او خامخا ارتباط می داشته باشه. این جدا موضوع است که ما تو به او ارتباط شاید نفهمیم، وگرنه ارتباط وجود دارد. اول صفت ایمان به غیب است، بعد از او اقامت نماز است، بعد از او ایمانی چیست؟ مصرف کردن مال در موقع ضرورتش، بعد از او ایمان سری کتاب و پیغمبر است، بعد از او عقیده داشتن بالای روز آخرت است که ما و شما به نام ارکان ایمان یاد میکنیم. تا که رکنهای ایمانی ما کامل نباشه در زمره متقین شمار نمیشیم و در زمره متقین که شمار نشویم در جمله منعم علیهم شمار نمیشیم. از دو خاطری تفصیل کرد در سوره بقره. دیگه فاتحه اجمال است، بقره تفصیل است. یا در فاتحه ثنای الله اجمالا ذکر شده، اینجا تفصیلا. اونجا وسایل تربیت رب العالمین گفته شد چی رقم تربیت میکنه، در سوره بقره امو طریقه تربیت هم بیان میکنه. یا الله خیلی رحمان است، چی رحمانا را کرده، سوره بقره برای ما رحمتای الله را که پیش کرده رایسته که اینی رحمت اینی رحمت اینی رحمت. در مورد فضیلت سورت ها اکثر روایات ضعیف می باشه، از او خاطر اکثر تفسیرها پر از بسیار فضایل به سورت ها می باشه، لیکن خیلی کم سورت هاست که فضیلتش در حدیث صحیح ذکر شده باشه، مثل سوره فاتحه یا سوره اخلاص یا معوذتین. سوره بقره از جمله سورت های است که در حدیث صحیح فضیلت ازی ذکر شده. در یک حدیث می آید پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که مرا الله جبریل امین روان کرد، برای ما گفت که بخون اقرا زهراوین و ما امتی خدا میگم که اقرا او زهراوین. شما دو سورتایی که یک دم روشنی میکنه، چمک میزنه، شعله میکنه، اوتر سورتا را بخوانی. البقره و سورت چی؟ آل عمران. سوره بقره و آل عمران بخوانی، اردویش متصل است. بعد از او پیغمبر علیه السلام میگه فانهما غمامتان، این اردو سورتا دو ابر سفید است. یوم القیامت، در روز قیامت میگه فانهما اردویشان تأتیان یوم القیامت کانهما غمامتان. اردو سورتا در روز قیامت میاد تو گویی که اردویش ابر سفید است که کسی که با این صورت تعلق داشته تلاوت ازیره کرده سرش سایه میکنه. باز میگه اقرأ سورة البقره، سوره بقره را زیاد بخوانی، زیاد تلاوت بکنی. چرا؟ فإن اخذها برکتون، گرفتن سوره بقره برکت است، و ترکها حسرتون،
و گذاشتن سوره بقره سخت پشیمانی و چیسته پشیمانی است. در روز قیامت آدم پشیمانی میکنه. بعد از او پیغمبر علیه السلام گفته ولا یستطیعها البطلة، ساحرای پهلوان در مقابل سوره بقره ایچ هستند. در کدام خانه ای که سوره بقره تلاوت شود اونجا سحر کارگر نمیشه. امروز کلگی ما داد ازی میزنیم که حالا سر ما سیر شده، در خانه سحر است. اگر میتونیم بریم با سوره بقره زندگیتان آغاز کنی، سوره بقره را بخوانی، تلاوت کنی، در او خانه دیگه سحر کار نمیکنه. این سوره را در حدیث شریف سنام القرآن نامیده، در یک لفظ فستات القرآن نامیده شده. اردویش فستات خیمه بزرگه بگه، مثل خیمه لویا جرگره که خیلی مخلوق در زیرش جای بشه. چرا پیغمبر این فستات گفته؟ الله در این صورت آنقدر احکام اسلام جمع کرده، ذکر کرده که هیچ پرسان نکو. از او خاطر وسعت و فراخی ازی برای بیان شدن احکام الله متعال حیثیت یک چی را کرده؟ گرفته؟ یک خیمه بزرگ گرفته. از او خاطر این فستات القرآن نامیده. پس سوره بقره وقتی فستات القرآن است، زیاد احکام الله در ذکر شده. از امو خاطر بود که ابن عمر رضی الله عنهما 8 سال در فراگیری سوره بقره تیر کرده، البته با تفصیل. و عمر رضی الله عنه 12 سال در فراگیری سوره بقره تیر کرده. ما تو یک رمضان برای 3 ساعت بدون از اینکه مزاحم کار و روزگارت شوه موقع برات داده میشه و تو برای فراگیری قرآن بسته قرآن نمیایی. صحابه به خاطر فراگیری یک سورت ده 8 و 12 سال داده، لیکن ما تو برای کل قرآن کریم 27 روز رمضان 3 ساعت همه روزیش نمیدیم. اینیالی ایمانی تا با ایمان صحابه مقایسه کن، شوق و رغبت و میلی تا با شوق و رغبت و میل صحابه مقایسه کن. یا کسی که سوره بقره را در 8 سال یاد بگیره، علمی از او چقدر است. افسوسی است که چشای یهود امی موضوع را عیب گرفته بالای کی؟ ابن عمر و پدرش عمر رضی الله عنهما. گفته که وا کودن بودن و بگه ایج زکاوت نداشتن که یک بقره را در 8 سال یاد میگرفت. چشای یهود ای گپم زده. حالان که وا به تفسیر صحابه که وقتی تفسیر میکردن عمل میکردن، سرش عمل میکرد باز پیش میرفت، بعد از او موضوع دیگر را میگرفتن تا که عملی نمیکرد نمیگذاشته، تا که عملی نمیکرد. یک صحابی میگه که ما 10 آیت قرآن کریم از پیشش تجاوز نمیکردیم تا وقتی که کلی معنا و مطلب 10 آیت میفهمیدیم در زندگی خود عملی میکردیم، بعد از او میرفتیم 10 آیت دیگر را در فهم مطلبش. دیگر نامی از این سنام القرآن است. سنام کوهان شتر میگه. یکی سنام اسلام است. اسلام هم بری خود کوهان داره. نقطه نمایان اسلام در طول تاریخ جهاد است. چی است نبگه؟ سنام الاسلام الجهاد فی سبیل الله. کوهان شتر اسلام، اسلام به مثل یک شتر فکر بکو. یک شتر میفهمی که چقدر کمالات الله دیش انداخته. الله پیغمبر علیه السلام تشبیه میده اسلام به مثل شتر نفهمند است، مکمل، مویش استفاده میکنی، شیرش استفاده میکنی، پشقل و پیشابش هم قابل استفاده است، حلال است. امروز مرض سرطان شده الحمدلله، طب ثابت میکنه ای گپه. از شیرش استفاده میکنی، خار میخوره، خار گل و چیز شفتل و رشقه از پیش طلب نمیکنه، خار میخوره. چقدر منزل میکنه، چقدر بار میبره، چقدر منقاد است. خبرداری دشته و بیابانه را امی شتر تای کده میتانه. در یک شتر خبرداری چقدر فاید است. اسلام شتر است. در شتر کدام چیزش خیلی نمایان است. اول که چشم سرت میخوره سریم بوکیش است. در جهان اسلام، در تاریخ اسلام وقتی نمایان می باشه که چی زنده باشه؟ جهاد زنده باشه. دنیای کفر هر قدر زحمت کشی که میکنه به خاطر چی میکنه؟ محو کردن کی؟ از او خاطر گروه های متنوع را پیدا میکنه.
میرزا احمد قادیانی را هم پیدا کرد. خدا گفت میگه من پیغمبری چیستم؟ زلی، یعنی من سایه پیغمبر هستم. خود شریعت ما چی نیست؟ جهاد نیست. طایفه دیگه میبره به نام چی؟ بستره، به نام بستره. کل حدیث ها و آیات را دور بده سری بستره. او جنابی تو نکو، دین تبا میکنی، دین بفهمی. اخلاصی تو را من میدانم که خیلی اخلاص داری، تو بنیت صحیح برآمده ای او خیلی زیاد معلومات دین هم برات میشه، تعلیم میکنی، 7 روز میبرایی، 40 روز میبرایی، بگوی 6 ماه و 4 ماه میبرایی. این برات خوب است، هر کس که در راه دین برای خوب است. لیکن اصلی مقصد از کجاست؟ اصلی مقصد از کجا شروع شده و برای چی شروع شده؟ جهاد از بین میره. امروز طایفه ها را چطور تفکیک میتونیم؟ طایفه ها را چطور تفکیک میتونیم؟ که حق هستن یا باطل؟ مجلش ببینی امریکا را این قدر بد گفته که هیچ پرسان نکو. تو میگی این دشمنی امریکا، لیکن در آخریش گفته جنگ رای حل نیست. در آخریش گفته، فهمیده؟ جنگ رای حل نیست یا جنگ رای حل است؟ جهاد رای حل است. جنگ مردم نه، جنگ دولتان نه، جهاد اسلام قانون بری خود داره، موافق دستورات کیست؟ الله متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر یک کسی جهاد میکنه خلاف دستورات، ولو که لکها کافر میکشه، خو لیکن مطابق دستور قرآن و حدیث نباشه، جهادش مقبول است یا مردود میشه. ایره بفهمیم، ایره باید بدانیم. خو عزتمندی و شرافت و مجد امت در چی بستگی داره؟ در جهاد بستگی داره. الله ما و شما را از کلمه جهاد دور نسازه. خیانتی که در وطن ما در کتابای مکاتب شد، کلمه جهاد چی شد؟ بگوی از کتاب کشیده شد. هر کس که خیانت کرده در روز قیامت انشاءالله به خاطر امین موضوع رای جهنم خواهد شد. فهمیدی یا نه؟ به خاطر خوش کردن بادارا این کار باید آدم نکنه. چیزی را که الله و رسول الله گفته او را باید بگیم. وقتی که شما سنام شناخته که سنام امو چیزی خیلی بالا را میگه که اول نظر آدم سرش میخوره. از اسلام سنامش جهاد بود. از قرآن سنامش چی است؟ سوره بقره. اول که در قرآن کریم شروع میکنی زیاد احکام و زیاد مسائل در کدام جای برخورد میکنی؟ در سوره بقره. سوره بقره توحید بحث کرده، اثبات نبوت، صداقت القرآن، موضوع آخرت، انفاق فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، موضوع نظام خانواده، موضوع معاملات، بیع و شراء، موضوع منهیات، چیزی که منهی است، زنا، قمار، بگوی دروغ، غیبت، کل چور، چپاول، این کلش دیجا ذکر شده. عبادات عمده، روزه، زکات، حج، بگوی نماز، یا کلش در سوره بقره ذکر شده. از او خاطر سوره بقره ما و شما که الله توفیق بده به سوره بقره را خلاص کنیم، بالکل شکری چی را الله متعال میکشیم. چرا که یک چیز سنام قرآن، کوهان قرآن چی کردیم؟ بگوی در دست آوردیم. الله برای ما و شما توفیق نصیب بکنه. برادرها، سوره بقره موضوعات خیلی زیادی داره. از او خاطر ما از اول سر شروع میکنیم که در اول 5 آیت اول که در اینجا ذکر شده، در اینجا کدام موضوعات ذکر شده؟ در اول سوره بقره قرآن کتاب الله معرفی شده که کدام کتاب است، غرض و مقصد کتاب الله بیان شده. 2 اهل کتاب و قابلیت کتاب کدام مردم داره. 3 در اول این سوره بقره بیان 3 چیز شد: معرفی کتاب الله، بگوی هدف نزول کتاب الله، و طایفه که اهلیت کتاب الله را داره و از او استفاده میکنه، اونمو طایفه ذکر میشه. در اول اینمی است. خب قبل از این چون آغازی سوره توسط الف لام میم شده و ای را ما و شما علم نگفتیم، چی گفتیم؟ الف لام میم. از او خاطر یاره به نام حروف مقطعات میگه. مقطعات قطع شده، یعنی تلفظ بالای از این مسلسل نیست، به طریق وصل نیست، قطع شده است. الف لام
میم. این حروف مقطعات میگه. چرا شروع شده به این حروف و این حروف چی مطلب و معنا داره یا نداره؟ از او خاطر در مطلب و معنایش علما اختلاف داره. یک طایفه قائل به ایسته که معنای از هیچ قابل دریافت نیست. یک طایفه قائل است که نه معنایش قابل دریافت است. کسایی که میگه قابل دریافت است چی معانی میکنه برش؟ کسی میگه ای نام سوره است، کسی میگه نام خود قرآن است، کسی میگه ای حرفای است که گرفته از نامای الله شده، کسی میگه نه این نام سوره هاست. مختلف توجیهات به خاطر نام بودنش میکنه که معنا داره. او کسی که میگه که معنا نداره و هم دو طایفه است. یک طایفه میگه اصلا معنا نداره، یک طایفه میگه معنا داره خو لیکن به ما معلوم نیست. معنا داره خو به ما معلوم نیست. الله برای امتحان ای را به می قسم گذاشته. از همون خاطر است که در کلام عام مردم هم اینطور سخن آمدن موجود بوده. عربا اینمی را انتقاد سری پیغمبر نگرفت که در قرآن تو اینطور یک کلمه را آوردی که او معنا نداره. از این معلوم میشه که در عام گفتگوی مردم اینطور استعمالات موجود بوده. ما چی داریم؟ سه موضوع را یا سه گپ در مورد حروف مقطعات داریم. این حروف مقطعات از قرآن است. از کجاست؟ کلام الله متعال است. دوم برای مصلحت و مقصد نازل شده، به مصلحت و غرض و مقصد نیست. دو سوم ما تصدیق میکنیم که اینمی حروف با امرای خود سوره ارتباط چی داره؟ قوی داره. در اثر هر صورت که کدام حرف آمده قطع مجموعه صورت ارتباط قوی داره. الف لام میم سه حرف است نه، امی حروف در این صورت حتما زیاد است. آلی ثابت شده الحمدلله، ای گپا شمار شده. معنای تاویلی ازیره معنای حقیقی اصل مسلک جمهور علما است سلف که معنای حقیقی ازیره غیر از الله دیگه کس نمیدانه. اما معنای تاویلی را، معنایی که اصل معنا شمرده نمیشه، در این مورد موجود است که ما این را معنا کنیم. و کدام است؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امرای از او دیگه علما قائل به ایسته که در سر صورت های آورده به خاطر ازی میشه اشاره به اعجاز کیست؟ قرآن کریم. به مردم خطاب میشه که ای مردم سخنای روزمره شما هم مرکب از امی حرف هاست. کدام حرفایی که قرآن مرکب شده شما هم سخنایتون مرکب از امی حرف هاست. پس چرا وقتی که حرفا یعنی مواد یکی است، چی است؟ مواد یکی است، شکل کلمات چرا مغایرت داره و فرق داره؟ شکل کلمات شما و شکل کلمات کی؟ قرآن. مواد خو یکی است، حرفا یکی است. پس وقتی شما با اینمی توان و قوتیتان شکل کلمات قرآنی را ساختن نمیتونه، معلوم شد که کلامی کیست؟ کلام بشر نیست. اگر کلام بشر می بود شما هم به مثل ازی چی میکنه؟ ساخته میتونسته. از همون خاطر است که در اکثر صورت ها که حروف مقطعات آمده پشتی سرش بحث چی است؟ قرآن کریم، بحث صفات قرآن کریم است یا بحث متعلق صفات قرآن کریم است. در سوره مریم و در سوره کاف ها یا اونجا چی است؟ بحث متعلق چی است؟ قرآن کریم، صفات قرآن کریم، عین قرآن کریم نیست. این گپ تقریبا یک گنجایش داره و است. این حروف مقطعات عجیب خدایی است که یا یک حرفی هم است، دو هم است، سه هم است، چهار هم، پنج حرفی هم است. کلمات عربی کلانترین کلمش اسم است، اسم پنج حرفی داره. فعل از چهار حرفی بالا نیست، او چی است؟ اسم از پنج حرفی بالا نیست. این مطابق کلمات عرب اینمی حروف مقطعات یک حرفی هم آمده، دو حرفی هم، سه حرفی هم، چهار حرفی هم. بگه یک حرفیش نون یک حرف است نه؟ دو حرفیش یا سین دو حرف است نه؟ سه حرفیش همینجا الف لام میم. چهار حرفیش تا سیم چیسته؟ الف لام میم را.
الف لام میم را 4 حرفی و کاف ها یا عین صاد 5 حرفی است. ای 14 حرف است و در سر 29 صورت آمده. چند؟ 14 حرف نصف حروف هجاست و مجموع حروف هجا چند است؟ با زیادتی الف 29 است. با زیادتی چی؟ الف 29 است. به خاطر که الف مخرج علایده داره که او چی است؟ فضای دهن است. از او خاطر پس در سر 29 صورت 14 حرف آمده، خب مکرر آمده. کلی حرفا کدام است؟ علما او را جمع کرده، از او تعبیر به یک کلمه کرده. نص حکیم قاطع. نص حکیم، نص امی لفظ میگه، لفظ ذات حکیم که الله است. قاطع قطع کننده است، کل شبهه را، کل ترددات از بین میبره. له سر، برای از او چیست؟ راز است. برای از او راز است. خود دیر امی کلمات امی حروف دیش آمد. نون، صاد، ها، کاف، یا، میم، بگه لام، ها، سین، بگه را، دیا قاف، الف، تا، عین. اینمی حرف هاست حروف هجا. کلشا کسی کلمه از پیش جور کرده، خب مطلبم میدمی جمله. نص حکیم قاطع. کدام الفاظی که ذات الله روان کرده قطع کننده است. چی را قطع میکنه؟ شبهات. له سر، برایش چی است؟ راز است، راز داره. خب دیگه الف لام میم والله اعلم بمرادی، الله خب عالم است به مقصدش. ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب ذالک اشاره یا به امی کتابی نوشته شده داده روی ما و شماست. این خود نزدیک است. چرا ذالک میگه؟ اگر این کتاب مراد باشه، کتابی که پیش روی تو قرار داره. باز ذالک اسم اشاره برای بعید است، اشاره به مقام و مرتبه قرآن میکنه. قرآن کریم از نگاه مرتبه و مقام اقدر در مقام بلند و بالا قرار داره، نزدیک شمرده نمیشه. از او خاطر در بسا جایا که مقام احترام باشه کلمه چیز استعمال میشه؟ ذالکه، دور استعمال میشه. مثل که شما ما میگیم، تو نمیگیم. چی میگیم؟ در ضمایر شما میگیم. در قرآن کریم الله برای خود نحنو میگه، ما نمیگه ما میگه. این برای چی است؟ تعظیم. برای چی است؟ اسم اشاره اینجا برای تعظیم است. یا اشاره به او قرآن کریم میکنه که در لوحی کجاست؟ خب از اون مقامش خیلی دور است. ذالک الکتاب، ای کتاب لا ریب فی، هیچ نوع شک و شبه در این کتاب نیست. الله معرفی کرد کتاب خدا. تعریفی قرآن اگر کسی از ما سوال میکنه قرآن کدام کتاب میگه، بگوی کتاب الذی لا ریب فی، قرآن همون کتابی است که در او چی نیست؟ شک و شبه وجود نداره. چرا؟ دیگه کتاب آسمانی شک و شبه داره؟ بله. تورات مسئول است از تحریف؟ نیست مسئول. انجیل مسئول است؟ یگانه کتابی که در او شک و شبه نیست کدام کتاب است؟ قرآن کریم است. برای کدام مقصد آمده؟ هدی للمتقین، برای راهنمایی کسایی که در صدد تقوا است، میخواه زندگی خود مطابق طریق پیغمبر علیه السلام عیار بکنه، مطابق نظام الله برابر بکنه. با این خاطری چیست؟ هدایت، برای هدایت متقین آمده. غرض نزول قرآن هم بیان شد که اصلی کتاب هدفش هدایت است. خب برای متقین است. چند نکته را اینجا باید در نظر داشته باشیم. ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب شک دی نیست. چرا شک دی نیست؟ مشرکا کفار اعتراض میکردن، بالای پیغمبر علیه السلام میگفتن که یه تعلیم یافته است، یا گاینگر ای تعلیم کرده شه، خودش میسازه و خو اینه اعتراضا میکرد. بله جواب برش بگو ذالک الکتاب، کتابی است. اینطور نگفته که لا معترضین له، اعتراض کننده برای کتاب نیست. گفته لا ریب فیه، شک در کتاب نیست. شک کننده زیاد باشه که شک میکنه، خود کتاب شک نیست. در کتاب چی نیست؟
شک نیست. خود کتاب محل شک نیست. چرا محل شک نیست؟ یک مردم خوشت شک بکنه؟ نه، قرآن کریم مشتمل به اینطور فصاحت و بلاغت، خبر از غیب، مشتمل به اینطور مضامین و علومی است که به مجرد یک انسان تأمل بکنه در کتاب الله متعال تمام شکوکاتش مکمل زائل میشه، تو گویی که شک وجود نداشته باشه. شک کننده شک بکنه. خب قرآن محل شک نیست. قرآن فقط صفا و پاک است. هدی للمتقین، برنامه پروگرام جامع هدایت است برای متقین. قرآن خو هدایت برای کلی مردم است. چرا متقین اینجا میگه؟ اونجا در سوره بقره میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. هدی للناس، کل بشریت هدایت است، راهنمایی میکنه. چرا اینجا میگه للمتقین؟ بله قرآن هدایت است برای کل بشریت، لیکن نفع گیرنده استفاده کننده از این قرآن کریم کسایی میکنه که وا چی باشه؟ صفت تقوا داشته باشه. کسی که صفت تقوا داره و از هدایت الله چی استفاده کرده میتونه، بشارت بزرگ به ما و شماست انشاءالله. چرا بشارت است؟ به خاطری که ما و شما به هدایت قرآن محتاج هستیم، نشستیم آمدیم. کسی در هدایت عظیمیه که او چی باشه؟ متقین باشه. چی باشه؟ انشاءالله متقین. الله متقین ما و شما را جور بکنه. قرآن اشاره میکنه در این که تنها فاعلیت فاعل کفایت نمیکنه، تا که مفعولم قوی پذیرش داشته باشه. باران نرم است نه؟ زمین تر میسازه نمیسازه؟ نرم میسازه زمین نه؟ لیکن در جایی که سنگ است یا سمت است نرم میتونه شه؟ نمیتونه او را نرم. کارت بریدن میکنه نمیکنه؟ اما اگر در آهن یا در چی سنگ شروع کردی میکنه بریدن. برای تاثیرگذاری و حاصل شدن یک امر ام فاعلیت فاعل ضروری است، ام پذیرش کی مفعول ضروری است. مولوی سے متوکل که هر قدر چیخ بزنه تا وقتی که شریک ترجمه قابلیتی از این را نداشته باشه که برداشت کنه گپاره، ثمره از مجلس گرفته نمیشه. اونجا قابلیت قابل هم ضرورت است. از همون خاطر است باران یک رقم میبرایه. 3 قسم زمین وجود داره. 3 قسم زمین وجود داره، شور است، تلخ است، شیرین است. کدام زمین گیاه و میوه را میرویانه؟ شیرین میرویانه. وگرنه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست. در چی؟ در باغ لاله روید و در چی؟ در شور بوم و خس میگه. چی میگه؟ شاعر چقدر خوب فرموده. باران لطافتی نرم داره، اما اونجا زمین قابلیتش نداشت، از دو خاطر اثر سرش نکرد. اینجا قرآن هدایت برای کلی بشریت است، اما قابلیت قابل میخواه. قابلیت قابل خود آماده کو برای قرآن کریم که از او استفاده بکنی. کی خود آماده میتونی؟ اسباب آمادگی قرآن کریم کدام است که از قرآن استفاده بکنی؟ اسباب آمادگی قرآن کریم تقوا است. تقوا چی را میگه؟ هر قوتی که تو را وقایه میکنه. هر قوتی که تو را وقایه میکنه. از چی وقایه میکنه؟ از انجام دادن کاری نامشروع نمیگذاره تا که تو کاری نامشروع بکنی. تو را منع میکنه از اینکه تو مامورات الله را ترک بکنی. از او خاطر علما میگه تقوا 2 نقطه داره: انجام مامورات الله، انجام چی؟ چیزی را که الله امر کرده، و اجتناب از منهیات الله. اجتناب از چی؟ منهیات الله. معلوم شد که تقوا عبارت از یک قوت درونی وجود انسان است. قوت درونی وجود انسان است. امی قوت تو را نمیمانه که مامور بی ترک شوه، نماز نمیمانی که ترک شوه، روزه ترک شوه، نمیمانه تو نعوذ بالله پودر بکشی، شراب بنوشی. چرا؟ این قوت تو را نمیمانه. این قوت کی چی میشه؟ تقویت میشه و مستحکم میشه. هر قدر که خشیت الله زیاد میشه، امو قدر اینمی قوت هم چی میشه؟ بالا میره و مستحکم میشه. خشیت الله کی حاصل میشه؟ که معرفت الله زیاد حاصل شوه. چی؟ معرفت الله توسط چی حاصل میشه؟ بگه کتاب الله
معرفت الله توسط کی؟ پس وقتی که معرفت الله توسط کتاب الله حاصل شد، خشیت الله در قلب جا میگیره. خشیت الله که جا گرفت، امی قوت درونی چی میشه؟ قوی و مستحکم میشه. قوت درونی تو را نمیمانه که کاری بی حیا و غلط بکنی و یا مامور بهی را ترک بکنی. پس کلی بگه گشت و گذار و نهایت ما به کی وصل میشه؟ به کتاب الله. کتاب الله است که تو را راهنمایی میکنه، تو را قوت میبخشه، تو را هدایت نصیب میکنه، راهنمایی برات میکنه. از او خاطر گپ واقعیت پیدا کرد که هدی للمتقین است. وقتی که غرض قرآن الله برای ما بیان میکنه که هدایت کننده برای متقین است، راهنمایی برای متقین میکنه، کسایی که در صدد تقوا است. پس کسانی که قرآن بگوی برای اغراض دیگه استفاده کرده بود، کلش چی شد؟ رد شد. اگر برای مرده شالی مرده، بیرقی مرده، شناخسنگ مرده، بگوی سری راشه گندم بمانه که چی نبره، جندا نبرشه. اینی گپا را کلش مردم کشیده. این هدف نزول قرآن نیست. نزول قرآن برای ازیسته که هدایت برای متقین است. تقوا بری خود 3 درجه داره: اعلا، وسط، ادنا. اعلا درجه تقوی است که انسان خود از شرک، کفر، حرام، بدعت، بگوی از شبهات نگاه بکنی. این اعلا درجه است. وسط درجه است که از شرک و کفر و از حرام نگاه میکنی لیکن شبهات از دستت سر میزنه. ادنا درجه است که از شرک و کفر خود نگاه میکنی لیکن حرام از پیشت سرزد میشه. هر 3 طایفه در متقین داخل است، لیکن متقین در بین خود باز چیست؟ درجات متفاوت داره. الله اعلا درجه را نصیب ما بکنه. خو متقینی که قرآن برای ما معرفی میکنه و کلش تعلق به عقیده و عمل داره. هرگاه عقیده و عمل درست شوه، او وقت باز آدم متقی جور میشه. کدام است اولیش؟ الذين يؤمنون بالغیب. اول نقطه یا اول صفت متقین چیست؟ الذين مردمایی است یؤمنون بالغیب که ایمان به غیب داره. این مرز است. این مرز است که جدا کرده مسلمان از کافر. مسلمان از کافر دمی مرز جدا میشه. مؤمن الذين یؤمنون بالغیب است. غیب چیزی را میگه که نه به عقل نه به حواس نه به فکر به هیچ چیزی را حاصل کردن نمیتونی. او را چی میگه؟ غیب میگه. چی میگه؟ مؤمن دایره علمش آنقدر وسیع است تنها فکرش محصور در مادیات دنیا، در 4 دیواری دنیا نیست. نظر مؤمن وسیع است، از این 4 دیواری دنیا فرا رفته، به جهان دیگری عقیده پیدا کرده. فرق بین مؤمن و کافر همینجاست. کافر تمامی هم و غمش، دید و نظرش در 4 دیواری دنیا میچرخه. کجا؟ 4 دیواری دنیا. از همون خاطر دنیا را اصل زندگی خود قرار داره. فقط تمام روز بندگی، شکم، عیش و عشرت، بگوی خوشگذرانی، این نمی کارا را دنبالش روان است. فقط مادیات پرستی محض شده خیر و خلاص. اما مؤمن میگه غیر از این 4 دیواری دنیا جهان وسیع دیگری است که ابدی است و او را به نام غیب یاد میکنیم. چرا؟ آخرت غیب است یا نیست؟ نه، عقیده داری. آلی فرق در بین عمل کردی کافر و مؤمن است. مؤمن تپ و تلاشش تمام محنتایش به خاطر تعمیر ساختن دنیاست، خوش ساختن و خوب ساختن دنیاست و پشت از یام نمیگرده که حلال است یا حرام، حقی کسی پایمال میشه یا نمیشه. از همون خاطر استعمارا تمام هستی ممالک غریبه به یغما میبره نمیبره. امریکا آمد بغداد زد، امریکا آمد عراق زد. چرا میزد عراق؟ خبر داری؟ امریکا فلج شده بود، فلج. نفت دیگه باقی نمانده بود که او دیگه اقتصاد خود در حالت حرکت بیاره. زد آمد تا اینجا را. آلی بگوی لولای شکش کرد بری خود. صدام اینقدر ظلمایی که در دنیا میشه چرا حکومت امریکا پشتش نمیگیره؟ در برما شد، در افغانستان نشد. چرا اینطور کار نکرد؟ اون خود تامین کرد. آلی تامین کرد، ماندنیش نیست. یا به این خاطر است دنیا اصل مقصدشان از ظلم زیادت کلشه روا میدانه به خاطر که دنیا آباد شود. مسلمان میگه نه، دنیا اصل زندگی من نیست. دنیا یک زندگی عبوری است. به هر نوع که تیر شود خو زیر
فرمان الله و زیر اطاعت الله و رسول الله تیر شود. اصل جهان خود دیگه است. اول فرقی که در بین مؤمن و کافر شد ایمان به غیب بود و نداره و تو داری. نظری تو خیلی وسیع و فراخ است، از او خیلی در چار دیواری بند است. یا غیب، اینالی غیب خو اینجا چیزی که از تو پنهان است، جنت، دوزخ، پل صراط، حساب و کتاب، کلش از تو پنهان است و تو عقیده داری الله، ملائک، غیب است از تو. یا غیب به معنای یؤمنون بالغیب، متقین الذین، کسانی است یؤمنون که ایمان داره بالغیب در حالت غایب بودنش. هیچ کسی پیش رویش هم حاضر نداره، بالکل باور به الله داره، یقین داره اگر کسی باشم روزه میگیره، اگر نباشم روزه میگیره. منافق قاره نیست که پیش روی تو مسلمان، اما که تو غایب شوی باز مسلمان نیست. یک صفت. و یقیمون الصلاة، قایم میکنه نماز متقین. دوم صفت. اول صفت تعلق به عقیده داشت. اول ترین چیزی که نیاز انسان هاست چی است؟ عقیده. چرا که تمام اعمال موقوف بالای عقیده است. اگر عقیده نباشه عمل به درد میخوره؟ نمیخوره. بعد از او عمل کدام عمل خیلی مهم است؟ نماز. و یقیمون الصلاة، متقین کسانی است که قایم میکنه نماز. قیام میگه برابر کردن یک چیزی راسته که یک طرف کجی کوری حجمش یک طرف زیاد نباشه، اینطور استاد کنی که راست استاد شوه، ایره چی میگه؟ قایم. امی بیرقا را قایم میکنه، تنابا را در طرفش انداخته می باشه، باز کشکش کده تا که او جای به جای استاد شوه. خود جای به جای وقت استاد میشه که هیچ طرف لنگر نداشته باشه. درست است؟ اینی را قیام میگه. نماز خو امر معنوی است. چطور آدم او را درست بسازه؟ یک چوب، یک خمچه را بشناسه؟ چوبی تره، شاخ یک درخته، یک کمی کجی داره، میتونیم امو را برابر کنیم، قایم کنیم شه. چی رقم قایم میکنیم؟ ای را میپرتم در سرش سنگار میمانم تا که او کیب بخوره. چی بخوره؟ اینی را قیام میگه. نماز چطور آدم قایم کنه؟ برابر کردن نمازی خو امر معنوی است. برابر کردن نماز لحاظی در وقتش ادا کردن، لحاظ کل سنتای نماز کردن، خشوعش کردن، خضوعش کردن، یک امر مستحب نترک کردن. وقتی که تو نماز بینمی شکل ادا کردی، آلی بینمی ادا چی گفته میشه؟ اقامت الصلاة. چی میگه؟ اقامت الصلاة. در قرآن کریم در یک جای هم نامده که و یؤدون الصلاة، یا الله ما را گفته باشه که ادوا الصلاة، اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عالم است به اصل مقصد این کلمات که الف لام میم است. ذلك الكتاب لا ريب فيه، این قرآن کریم کتابی است که شک و شبهه نیست او، یعنی محل شک و شبهه نیست. اگرچه شک کننده ها شک میکنه. هدى للمتقین، پروگرام جامع هدایت برای کسایی است که در صدد تقوا هستند. میخواهند در دنیا هم زندگی که مسئول باشه، محفوظ باشه از همه انحرافات و بدبختی ها، و در آخرت از عذاب مسئول باشه. برای از او پروگرام جامع است. اگر کسی میخواهد در دنیا زندگی بکنه که هیچ نوع اضطراب پریشانی برایش نباشه، مطمئن زندگی بکنه، از انحراف و بدبختی ها به دور باشه، کتاب الله متعال نسخه برش میده و میتونه زیر این پروگرامی که قرآن میده زندگی که اراده داره امو قسم زندگی را اختیار بکنه. و کسی که اراده داره که در آخرت از عذاب الله متعال نجات پیدا بکنه، قرآن کریم تنها کتابی است که برای از او راهنمایی میکنه و نصاب تعیین میکنه، اسباب و وسایل برش بیان میکنه برای نجات عذابش. متقین کدام مردم است؟ کسانی که قرآن پذیرفته، به دل و جان تسلیم کتاب الله شده. اما کسایی که در صدد زیست که زندگی خدا در زیر نظام قانون الله متعال تیر بکنه. کدام مردم است؟ نشانه اولی مردم الذین یؤمنون بالغیب بود. اولین نشانهش که مرز در بین مسلمان و کافر است
بعد نظری از یا و عقیده و اندیشه از یا از چاردیواری دنیا فرا رفته، جهان دیگر هم عقیده داره. از او خاطر یا ایمان داره به غیب، ایمان به غیب داره. آن چیزی که عقل و حواس انسان درک کرده نمیتونه، اینمی بنده سر از او عقیده داره بنابر وحیه، چون که خبر وحی برش رسیده این عقیده داره. موضوع ایمان خیلی مهم موضوع است. چرا؟ اول امر ضروری زندگی انسان ایمان است. اگر ایمان نباشه هر قدر اعمال انسان باشه این هدر است. اگر ایمان واقعی که ایمان قرآن تعریف کرده و حدیث پیغمبر تعریف کرده تشریح کرده او طور ایمان نباشه. از او خاطر رکن اساسی نظام اسلام توسط ایمان بنا میشه. اگر ایمان نباشه هم اعمال هدر است. تأسف در اینجاست که همین موضوع اساسی که ایمان است اکثر مردم از پیشش غافل و جاهل می باشه، معلومات برش حاصل نمی باشه که ایمان چی را میگه. از همون خاطر ما مناسب می بینیم که بعضی مسائل مربوط ایمان است ساده و مختصر بیان کنیم که خاکه یا اجمالی از او در اذهان ما موجود باشه. زمانی که از ما سوال صورت میگیره که ایمان چی را میگه ما باید بدانیم. چرا که ما وقتی میگیم تو مؤمن هستی میگیم که بله. مؤمن کسی را میگه که دارنده ایمان باشه. و ایمان چی را میگه؟ حالی ما حقیقت ازیره حیثیت ازیره بشناسیم. بس اوقات مردم عوام سوال میکنه میگه ایمانت که در چا بیفته باز چی رقم میکشی؟ او عوامی طور فکر میکنه که البته ایمان چیزی افتاده نیسته، امر محسوس است میفته از آدم. حالا که ایمان امر معنوی است، معتقدات است، اقرار زبان است، عمل به اعضاست. از او خاطر مناسب است که ما این را تشریح بکنیم. در لغت ایمان در قرآن کریم به 3 معنا استعمال شده. ایمان عبارت از تصدیق قلبی، باور قلبی. وقتی که در قلب یک چیزی را باور بکنی این را به نام ایمان یاد شده. در قرآن کریم و ما انت بمؤمن لنا، در سوره یوسف آمده تو نیستی و ما انت بمؤمن مصدق لنا، تصدیق کننده یعنی باور کننده نیستی. من خود سخن برات میگم لیکن تو باور نمی کنی، نمیپذیری. و همچنان در جای دیگه الله متعال در مورد منافقین میگه ولما يدخل الايمان فی قلوبهم. در سوره حجرات میگه ایمان در قلبای منافقین داخل نشده. مراد از این باور یقینی که مستلزم امو عمل کردش است او در قلبایش نیست. در ظاهر اقرار دارن به خاطر حفظ مال خود جان خود، اما در قلبشان باورمندی وجود نداره در مورد امو عقایدی که برشان گفته میشه. بس انسانای پیدا میشه امروز تو نماز میخونه اما در قلب برای نماز کدام حیثیت قائل نیست، محض هماهنگی یا موافقت امروز شکل تو کرده، امروز رسم تو کرده، وگرنه به نماز هیچ نوع ارزش قائل نمی باشه. ایمان به معنای وثوق یا اعتماد استعمال شده در قرآن کریم. البته در لغت عرب هم است. عربا میگه آمن به وثق به، اعتماد سرش کرد، باور سرش کرد، یقین یا اطمینانش برش حاصل شد. همچنان کلمه ایمان در لغت عربی به معنای امن دادن هم آمده. اصلا یکی از وجه تسمیم مؤمن امیسته که مؤمن به خاطر مؤمن میگه که این مؤمن بهی را امن میده. مؤمن بهی ما الله است، ملائکه الله است، کتابای الله است، پیغمبران الله است، روز آخرت است، تقدیر است. اینم مؤمن بهی است، یعنی چیزی که ما سرش باور داریم. امی چیزای باور داشتنی خدا ما امن دادیم. از چی چیز امن دادیم؟ از تکذیب. ما دروغ نپنداشتیم، نسبت دروغ برش نکردیم، گفتیم استی. از او خاطر ایمان ما با الله است. ایرا ایمان میگه. اما طریقه استعمال ازی که در قرآن کریم شده گاهی سله ایمان با میه. مثل که اینجا یؤمنون بالغیب، سله ایمان با آمده. ای گاهی مفعول بهی خود واقع میشه و گاهی گرچه اصطلاحات علمی است گاهی متعلق یک چیزی مقدر دیگه واقع میشه. از او خاطر ما ترجمه را اینجا 2 قسم میکنیم. یؤمنون بالغیب، ایمان داره به چیزی که غیب است. غیب است یعنی غایب است از حواس ما، از عقل ما، بلکه توسط وحی بر ما خبر داده شده. گاهی متعلق دیگه چیز می باشه، مثل که در اینجا بعضی مردم میگه که یؤمنون، ایمان دارن حال کونش که در حالت غیابت باشه، یعنی در حالت حضور پیغمبر و مسلمان ها ایمان نداره، بلکه در حالت غیابت از یا هم عقیده داره. مثل منافقین واری نیست
که در حضور ایمان داشته باشه، اقرار میکنه، اما در حالت غیبوبت ایمان نداشته باشه. خب گاهی بالام استعمال میشه کلمه ایمان، یه گاهی با الا استعمال میشه، یعنی با حرف با استعمال میشه، با حرف با، گاهی با حرف لام استعمال میشه. با حرف با معنایش اقرار و اعتراف است و هرگاه با حرف لام استعمال شود معنایش قبول کردن و اطاعت کردن است. در ایمان در اصطلاح چی را میگه؟ علما در تعریف ایمان بسیار اقوال کرده. تعریف ایمان علما زیاد کرده، اما راجح ترین تعریف محدثین کرام میکنه که چون که از احادیث گرفته شده، هو التصدیق بالچیست قلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل به اعضا، مجموعه ارسه را به نام ایمان یاد میکنه. این تعریف درست است. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله، کسی که سند حدیث ما و شما خصوصا در این دیار که مردم زندگی کرده، در مدارس پاکستان و هندوستان درس خوانده، اولین شخصی که سند حدیث از عربستان در هندوستان آورده و بعد از او مردم از او علم حدیث فرا گرفته. الحمدلله عقیده سلف داشته، اگرچه در دیار خود نمیتونست امیر خیلی رایج بسازه، لیکن امو کتابایی که نوشته کرده مکمل دلیل بالای عزیزته که خاندانی بوده که به منهج سلف روان بوده. او میگه ایمان دو چیز است برای ایمان، یعنی نوعیت ایمان دوسته، یکی صورت ایمان است، یکی حقیقت ایمان است. صورت ایمان عبارت از یعنی سه چیز است که تو در دل تصدیق بکنی، در زبان اقرار بکنی و به اعضای خود عمل بکنی. یکی حقیقت ایمان است و این از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته. حقیقت ایمان چی را میگه؟ میگه تمام تقاضاهای طبیعی و خواهشات خود موافق شریعت ساختن. هر چیزی را که تو انجام میدی باید موافق شریعت باشه، اینی را ایمان میگه. این حقیقت ایمان است و واقعیت همینطور است. مؤمن کسی میشه که در تمام ابعاد زندگی خود، در خرد و بزرگ، در کارهای خرد و بزرگ، فقط و فقط پیروی از شریعت میکنه، تابعداری از شریعت میکنه. خواهش خود حاکمیت نمیده، خواهش خود سلطه و قدرت نمیده، خواهش خود تابع میسازه که شریعت چی حکم کرده. مرا در سر و صورتم شریعت چی طور حکم کرده، در مویایم چی حکم کرده، در ناخونایم چی حکم کرده. شریعت برام گفته که ناخونا را بگذارم یک متر، یعنی که قطع کنم هفته به هفته یا 15 روز بعد. ریشه بگذارم یعنی که تراش کنم. شریعت برام چه قسم لباس حکم کرده، شریعت برام چه قسم سخن گفتن حکم کرده، نان خوردن یا خواب کردن، تمام مسائل، چی در بعد سیاست باشه، چی در بعد اقتصاد باشه، در مسائل اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، در هر معامله فقط طبیعت خدا تابع نظام الله کردن. این حقیقت ایمان میگه و این در حدیث است. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه یکی از شما مؤمن شده نمیتونه تا وقتی که خواهشش تابع او شریعت و نظام شوه که ما سرش آوردن کرده. وقتی انسان به شریعت خود تسلیم کرد، با مقتضای خواهش خود عمل نکرد، چیزی که شریعت گفته بود، ولو که سر نفسش بسیار سنگین تمام میشد. امروز ما و شما که روزه میگیریم سر نفس ما بسیار سنگین تمام میشه. نفس ما تقاضا داره که ما نگیریم، لیکن ما اینمی طبیعت خود تابع چی کردیم؟ شریعت. این را حقیقت ایمان میگه و این واقعیت است. دیگه حسن بصری رحمه الله میگه که ایمان این قول است، اگرچه بعضی مردم را حدیث میگه لیکن این قول است. لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی. ایمان به خود آراسته کردن نیست، لنگی سفید بپوشی، کالای سفید، چپنی کلان، تسبیح دراز در دست، عصا در دست دیگه، خلاص دیگه. ایمان نیست. ولا بالتمنی، با روزه هم نیست که یک انسان بگه ما مؤمن هستم، اینا خیلی خوب هستم. ولكن الایمان ما وقر فی القلب. ایمان او را میگه که در قلب جا به جا شود. خشیت الله، عظمت الله، اهمیت و قدر نظام الله در قلب جا به جا شود. و صدقه العمل، عمل او را تصدیق بکنه. وقتی که تو عقیده داری که نماز فرض است و امر محبوب الله ما است، از او خاطر در یک موقع در برابر هیچ عمل تو نماز ترک نمی کنی،
کرسی تا ترک میکنی نمازی تا نه، مکتبی تا ترک میکنی نمازی تا نه، ماموریتی تا ترک میکنی نمازی تا نه، گلکاری تا ترک میکنی نمازی تا نه، دفتری تا ترک میکنی، دکانی تا ترک میکنی، زمینداری تا ترک میکنی، خو نماز نه. این ترک نمیکنی به خاطر که خود میگی که این امر الله است و در مقابل امر الله هیچ چیزی دیگر ارزش و حیثیت نداره. وقتی که امر الله را تو مقدم کردی و در عمل ای را ثبوت دادی، اینی را ایمان میگه. بهترین تعریف کرده واقعا که اکثر مردم ها از این مفهوم خالی است. اموتور آرزوها داره، میگه من مؤمن هستم، اموتور خدا ظاهری حلی خدا برابر میکنه، لیکن در عمل خودی کارایش کردارش امو آرزوی ازوره و امو حلی ازوره تکذیب میکنه، دروغ میکشه. الله متعال بکنه که ما اوتور نباشیم. یقینا انسان آن قدری که عقیده داره امو قدر باید در عمل دو چند باشه، سه چند باشه در عمل، نه که در گفتار زیاد باشیم اما در عمل این چیز دیده نشوه. این بسیار سخت است. الله اوتور نکنه ما و شما را. حالی موضوع دیگر که کمی تشریح میکنم به خاطر همی تفصیل ایمان است که ایمان مرکب است یا بسیط است. از امو خاطر ما تعریف محدثی نکردیم، انشالله این گپ باز میگیم. بعضی طایفه ها قائل به است که ایمان بسیط است، یعنی اجزا نداره. یک تعداد طایفه ها قائل به است که نه، ایمان مرکب است، اجزا داره. طایفه هایی که قائل به عدم تجزیه ایمان است، یعنی ایمان بسیط، میگه کدام مردم است؟ یکیش مرجعه است. مرجعه میگه ایمان عبارت است باور تصدیق قلبی است، باور قلبی است، خیر و خلاص. یک آدم که در قلب عقیده داشت که الله هست، احکامش حق است، ولو که در زبان اقرار نکنه، ولو که در توسط اعضای خود عمل نکنه، اینی آدم ما مومن گفته میتونیم. یکی. دوم، در مقابل از یک کرامیه میگه، یک طایفه را بعد از زمان صحابه کرام در آخر زمانه صحابه پیدا شده و میگه نه، ایمان اقرار به زبان است فقط، تصدیق قلبی ضرورت نیست. یک آدم که در زبان اقرار کرد منافق پیش از او مؤمن است. این را به نام کرامیه یاد میکنه. و یک طایفه دیگه و میگه که نه، مطلق شناخت الله این آدم مؤمن میسازه، که تو الله را شناختی که خالق دنیا هست، بس دیگه اینمی ایمان است و تو مؤمن هستی. طایفه دیگه که او خیلی مشهور است و فعلا افغانستانیتان به مو عقیده است که ماتوریدیه برش میگیم. ابو منصور ماتوریدی در قرن چهارم است، از علمای قرن چهارم است. اکثر علمایی که فعلا در افغانستان زندگی میکنه و مردم ما یا کلش ماتوریدی هستند، هم تاویل در صفات الله میکنه و هم عقیده به این داره که ایمان عبارت از تصدیق قلبی است و اقرار زبانی شرط است برایش. عمل اثر داخل نیست در ایمان، عمل در ایمان داخل نیست و اقرارم شرط است برایش. اصل ایمان عبارت از تصدیق است. ماتوریدیه و اشعریه دو جماعت بزرگ، مکتبشان است، فرهنگشان است که در زمانهای بعد از خلافت عباسیه ظهور کرده در جهان. اینمی دو نظریه موجود بوده، اردویشان قائل به تاویل صفات الله است که در صفات الله تاویل میکنه. امروز که ما چیغ میزنیم، صدا میزنیم که ما به منهج سلف باید براییم، به می خاطر میگیم، به خاطر که ما در صفات الله اگر تاویل میکنیم در جمله ماتوریدی اشعری میریم، نه در جمله سلف صالحین. عقیده ما عقیده سلف نمیشه. عقیده سلفی است که الله سر عرش است. هر صفتی که در قرآن و در حدیث صحیح برای الله آمده ما برش ثابت میکنیم، خلیکن تشبیه نمیکنیم امرای چیزی، خلیکن تعطیل نمیکنیم که بگیم نه این صفت برش ثابت نیست، تکییف نمیکنیم کیفیتش بیان کنیم که اینی رقم است. الله سر عرش است، خو اینی رقم عرش است. مثل که آلی یک تهمت ناحق در حق سلفی ها میکنه، میگه یا مجسمه است، چرا که قائل هستند که الله سر عرش است و نعوذ بالله و جسم داره، پای خودم آویزان کرده شور میده. این گپ تهمت میکنن، غلط میگه، دروغ میگه. و تاسف در اینجاست که وقتی تو میگی که قرآن گفته، الله گفته که الرحمن علی العرش استوا، الله سر عرش برابر شده، خب چی رقم برابر شده؟ امو رقم که لایق شان الله هست. سری خود قیاس نکو که ما اینجا در سری تخت نشستیم، اینی طور تخت به الله هم تو ثابت کنی. الله هر صفتش، او هم سمیع است، هم بصیر است،
هم علیم است، هم قدیر است، هم خبیر است. صفت سمع برش ثابت است، شنیدن. صفت کلام برش ثابت است. صفت علم برش ثابت است، دیدن برش ثابت است. اما با مثل انسان نه خیر، لیس کمثلی شیء، با مثل الله چیزی نیست. و هو السمیع البصیر، الله هم شنونده است و هم بینا هست. به هر صفت الله صفتش مناسب شان خود الله میکنیم. ما در او کیفیت بیان کرده نمیتونیم. نه تشبیه میکنیم، نه تعطیل میکنیم، نه تکییف میکنیم. این کارا را نمیکنیم و نه تأویل میکنیم. ماتوریدی اشعریه در صفات الله تأویل میکنه. مراد از تقرر بالای عرش قدرت حاصل کردن است. مراد از ید الله قدرت است، نعمت است. مراد از عین الله ذات است. اینطوری تأویلات ما نمیکنیم. چیزی که برای الله در کتاب الله و در حدیث صحیح ثابت شده ما او را ثابت میکنیم بدون کدام تأویل، بدون تعطیل، بدون کیفیت، بدون تشبیه. چرا؟ صحابه، تابعین، تابعین همینطور تیر شدن. در مورد صفات الله نه جنجال بود نه سوال، هیچ چیز نبود. از او خاطر پیش امام مالک رحمه الله که از جمله تابعین است، نفر آمد سوال کرد در مورد الرحمن علی العرش استوا. او گفت که الاستواء معلوم والکیفیت مجهولة. استوا برابر شدن الله سر عرشی خو معلوم است، قرآن میگه، لیکن کیفیت مجهول است. خب بعد از او گفت والسؤال عنها بدعة، سوال کردن از کیفیت برابر شدن الله سر عرش این بدعت است. چرا بدعت است؟ به خاطر که سلفی ما این سوال نکرده. در ذهن سلف، در قلب سلفی اشتباه نامده که چطور سلف. چرا؟ شان الله بلند است، هر چیز به الله ثابت است، همون رقم که مناسب شان کیست؟ الله متعال است. بسیار نکته خوب است، زرین است، طلایی است. در افغانستان ماتوریدی است، در مصر در اینطور جا اکثر دیگه مملکت ها اشعری است. هر دویشان عقیده به تاویل صفات داره و ایمان نمیگه تصدیق است، اقرار برش چی است؟ شرط است. از او خاطر یک تعداد علما میگه احناف که یا مرجعه هستند، حالان که یا مرجعه نیستند. مرجعه تنها ایمان تصدیق میگفت، اقرار به زبان شرط مرد برش نمیگفت. و خو میگه فرق در بین مذهب احناف و مرجعه موجود است. مرجعه میگه امرای ایمان معصیت و گناه هیچ ضرر نداره، مثل که امرای کفر طاعت فایده نداره. اگر کسی کافر باشه هر قدر نیکی بکنه هیچ نفع برش نمیرسانه. اگر کسی مؤمن باشه هر قدر گناه بکنه هیچ ضرر برش نمیرسانه. حالان که علمای احناف این عقیده را یا مذهب احناف این عقیده را نداره و میگه نه، گناه ضرر میرسانه. از او خاطر احناف که کسی مرجعه میگه مرجعه نیست. بله مسلکیش است، اما در این مسلک واقعا که صراحتا خطا شده. اگر ماتوریدی است، اگر اشعری است. از امو خاطر علمای منصف مزاج احناف در این اواخر در صدد چی شده؟ جور کردن این قول شده که نه، احناف هم قائل است به جزئیت به ترکیب ایمان که تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان است، خو لیکن اجزا با هم فرق داره. این را ما میگیم، محدثین هم میگه که همین اجزایی که ایمان از پیش مرکب شده این فرق داره که ما تشریح میکنیم که تصدیق قلبی به هیچ وجه از وجود قطعا ساقط نمیشه، ولو که درد داده شوی، ولو که کشته میشی، بعد باور قلبی جا به جا باشه. اما اقرار زبانی در وقت اکراه، وقتی که مورد زور و ظلم قرار میگیری، تهدید میشی به کشتن، تهدید میشی به قطع اعضا، بالکل تو میتونی اقرار به کفر بکنی ولی قلبت مطمئن به ایمان باشه. آیت قرآن کریم است، آیت قرآن کریم است. این روان میگه خوب شده الله یار رحم بکنه که همین قسم مسلک خود برابر به چی بکنه؟ بگه مسلک سلف صالح کنه. این چقدر خوب است. خیر است اگر نام حنفی سری خود بان خو، لیکن در منهج کی روان شو؟ سلف روان شو. ما تو را نمیگیم که حتما خود نامیت سلفی بان، نه، ما میگیم منهج سلف محکم بگی، نامیت هر چیزی که میمانی. وگرنه حقیقتا حنفی خو کسی است که مطابق عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده داشته باشه که الحمدلله ما هستیم. آن چیزی که امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده شیست
کسی که قائل نباشه که الله سر عرش است کافر است. کسی که قائل نباشه. این عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله است. اما اولی از علمایتان پرسان کنی که اگر تو گفتی که الله سر عرش است تو را کافر میکشه. او کتابم نوشته کرده، عالمگیری نوشته میکنه که کسی که قائل باشه که الله سر عرش است و کافر است. این اولی بگویه. این حنفی شد. در محکام در بعضی مسائل فروعی میگه ما حنفی هستیم، خلاف عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده داشته باش، ولی خود حنفی هم بگو. عجیب است. این بسیار جای تعجب است. این را تشریح به خاطر میکنم. این کسایی بودن که در ایمان ترکیب قائل نبودن، اجزا قائل نبودن، بسیط میگفتن. اما طایفه دیگه و میگه ایمان مرکب است. کسایی که قائل میگه که ایمان مرکب است، یکی خوارج است. خوارج میگه ایمان تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل به اعضا را میگه، لیکن اگر یک جزی از این را ترک کردی نعوذ بالله تو کافر هستی. اگر یک جزش از پیشت باقی مان، اقرار در یک وقت از پیشت باقی مان، یا عمل نکردی در یک نماز نخوندی تو کافر هستی. یک نماز نخوندی کافر هستی. فرق در بین خوارج و محدثین، ولی محدثین هم امیر قائل است. از جمله طایفه که ایمان مرکب میگه محدثین است، و هم میگه ایمان عبارت از تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل و اعضاست. لیکن قطعی خوارج در چی چیز فرق داره؟ خوارج میگه یک عمل ترک دی کافر. محدثین علمای اهل سنت سلف صالح میگه نه، با ترک جمیع اعمال آدم کافر میشه، که کلی اعمال انجام ندی. یک آدم کلی عمر نماز نخونه، یک آدم عقیده داره، باور داره که دین اسلام حق است، کلش قبولم دارم، در زبانم اقرار میکنه، لیکن نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حج میکنه، نه زکات میده، کلی اعمال ترک میکنه. این آدم با وصفی که تصدیق قلبی داره، با وصفی که اقرار زبانی داره، این آدم کافر شمرده میشه، با ترک کلی اعمال او را کافر میگه. خوارج چی میگن؟ نه، یک نمازم که ترک کردی کافر هستی. امروز که مردم به ما تهمت میزنه، میگه یا خوارجی وقت هستی سلفیا و کتابام چاپ میشه، و از طریقی کی چاپ میشه و از طریقی کی توزیع میشه. ای عالم محترم، این کتاب از طرف همون کس چاپ میشه که ابوبکر و عمر جبت و طاغوت میگه. این کتاب از او کس چاپ میشه که عایشه رضی الله عنها را فاحشه میگه. این کتاب از طرف از او کس چاپ میشه که قرآن ناقص میگه. این کتاب از او کس چاپ میشه که تو را ناسبی جهنمی میدانه، مالی تام حلال میدانه. اما تو مولوی و ملا امی قدر درک نداری، کتاب عقیده تا نمیشناسی، تو توزیع که در آیستی از دستی تو توزیع میشه. ما خود دلی ما که درد میکنه، به می خاطر درد میکنه که علمای ما کاش که خدمت به وطن و اولاد وطن بکنه. یا آله دست یهود و نصاراست. اگر خود میدانن اینا نمیدانن، کارشان نمیکنن، کاری از وارا پیش برده رایسته. کتابم دلیلش ببینی که خندید بیا، بالکل خندید بیا که دلیل هست یا نیست. چرا اینطور کنی؟ میگه یا خوارج هستن. خوارج کی را میگه؟ خوارج خود کسی را میگه که یک نمازم ترک کنی کافر میشه. دیگه کسایی که قائل است معتزله و هم ایمان مرکب میگه، تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل به اعضا. لیکن میگه اگر کسی مرتکب گناه کبیره شد، نه مؤمن است نه کافر، از ایمان میکششه، در کفر هم داخل نمیکنه، منزله بین المنزلتین است. لیکن قطعی خوارج باز در جزا دادنشون موافقت داره. امی آدم از ایمان کشیده شد، در کفر هم داخل نکده، لیکن عقیده داره که اینمی آدم مخلد فی النار است، مثل خوارج واره. پس راجح ترین مسلک، قوی ترین مسلک که مسلک سلف ماست، ایمان مرکب است از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا. یک آدم تصدیق قلبی داره، اقرار زبانی داره، اما عمل به اعضا هیچ نمیکنه، قطعا این مالی کافر میگیم. چرا که یک رکن ایمان مفقود است. بله یک آدم تصدیق قلبیم داره، عمل به اعضا میکنه، لیکن در زبان اقرار نمیکنه، برش بگو کلمه بخوان، میگه نمیخوانم، این آدم کافر است. چرا که یک رکن ایمان که اقرار زبانی است این نمیکنه.
یک آدم اقرار زبانی میکنه، عمل هم میکنه، منافقین همینطور بود، اما در دل باور و تصدیق سری نظام نداره، این آدم کافر است. این را کافر میگه. این مسلک حق است و تشریع ایمان است. پس آلی اگر ما را کسی بگوید مؤمن هستی، میگم الحمدلله. بله، یک موضوع دیگه که آیا یک آدم بگوی مؤمن هستی انشالله رقتش بگوی یا نه، یک موضوع اختلافی در بین چیسته. یک تعداد علما قائل به است که وقتی میگی انا مؤمنون انشالله رقتش بگو، به خاطر ازی که خاتمت معلوم نیست. او یک تعداد قائل به است که نه انشالله را نگو، به خاطر که شک و تردد میاد در ایمانت. خو مست که سر نماز و روزه عقیده داری، تصدیق میکنی، یقین داری، ایمانت هم یقین داری. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، عالم باریک بین، الله برش بصیرت نصیب کرده، او میگه نه، دو قول تقریبا با هم منافات نداره، ضدیت نداره. اگر کسی به اعتبار خاتمه میگه که من در خاتمه ایمان دارم یا نه، مؤمن باقی میمانم، بعد کلمه انشاءالله رقتش بگو، او ضروری است. چرا ما شما معلوم است که انجام ما مؤمن باقی میمانه. دلاراب آمد مردمای تو ایمانا را فروخت که پرسان نکو، کجا رفت ایمانشان؟ امروز دوستی با کی داره؟ عزتمندی به تو به مسلمان قائل است یا به یهود؟ عزت کی را زیاد ترجیح میده؟ راست تا بگو. مسلمان توهین، تحقیر، دشنام، عیب، تمام گپا را برش بزن، لیکن کفار بالا بتراش. اسلام انتقاد کو، قوانین اسلام انتقاد کو، احکام اسلام انتقاد کو، لیکن دموکراسی را ارزش قائل شو. این آدم مسلمان است یا کافر؟ شما چی میگی؟ جدا مسئله است که او میفهمه یا نمیفهمه. صرف به خاطر مادیات دنیا امی کارا را کرده رویسته. برای خواهرای است که هر روز در رسانه ها انتقاد سر اسلام است، حجاب، سری موضوعات، خشونت علیه زن، این گپا را میزنه، اما کل خدمت خدا قربانی برای دموکراسی و کفر میکنه. سبا ملا صاحب جنازه از او را میخوانه، مقصد که برش یک هزاری در الاسقاط داده شود. کسی پرسان نمیکنه کجا وفات کرده، کجا مرده، چی عقیده داشت، چی انگیزه داشت، چی اندیشه داشت، هیچ کس نمیگه. آلی ایمان کامل او را میگه که سه چیز ما باید اقرار داشته باشیم. مؤمن هستیم، الحمدلله مؤمن هستیم. آلی ایمان چند رکن داره؟ سری چی چیز ما باور داشته باشیم؟ اول سری الله، بعد از او سری ملائکه الله، بعد از او سری کتابای الله، بعد از او سری پیغمبرای الله، بعد از او به روز تقدیر، یعنی چی؟ به تقدیر، بعد از او به آخرت. 6 چیز ارکان ایمانی ما را مؤمن بهی ما را تشکیل میده، یعنی چیزی که باور باید سر شوه 6 چیز است. این هر کدامش تفصیل داره. وقتی که شما کتاب عقاید میگه شامل اینمی 6 موضوعات میشه. کتاب توحیدی که شما در دسترس داری مطالعه میکنه صرف در بخش توحید الله است، یعنی ایمان به الله را تشریح کرده، ایمان به ملائکه الله مانده، ایمان به کتابای الله مانده، ایمان به پیغمبران الله مانده، ایمان به روز آخرت و ایمان به تقدیر مانده. از او خاطری بحث خیلی گسترده است. ما یک نصاب نداریم، یک نصاب. حتی در مدارس بزرگ ما کتاب عقیده خوانده نمیشه. ما خودم از مدارس پاکستان فارغ شدیم، لیکن کتاب عقیده را نخواندیم. کتاب شرح عقاید کتاب اهل کلام است، کتاب فلسفه. عقیده را نخواندیم. او عقیده مشهورترین عقیده از کی است؟ بگوی عقیده الطحاویه، امام حنفی. امام حنفی عقیده از او اصلا و عقیده سلف است. از همون خاطر در کل مملکت ها همون تدریس میشه و تشریح میشه. خود در افغانستان که خود حنفی میگیره اینمی کتاب تشریح نمیشه. چرا نمیشه تشریح؟ وجهش میفهمه؟ به خاطر که اگر این عقیده مشهور شود بین مردم که عقیده امام ابو حنیفه است، و عقیده سابقی از یا چی میشه؟ برو بخیر میشه. عقیده سابقی از یا تاویلات که میکنه این کلش از بین میره. از او خاطر عقیده اینجا تشریح هم نمیکنه. در مدارس کتابی به نام شرح عقاید میگه نصفی. الله چی نوشته کرده؟ الله جوهر نیست، الله عرض نیست، الله جهت نداره، الله مکان نداره، الله اینطور نیست، الله اینطور نیست، اینطور نیست، اینطور نیست. در کلش فقط در مورد صحابه یک بحث خوب داره، خیر و خلاص. در مورد صحابه یک بحث خوب داره. او را به خاطر ازی که در ضد
طایفه دیگه بوده عالمش وگرنه امورا نخواد می آورد. چرا ما مردم در تاریکی نگاه کردیم؟ عمر ما 60 ساله و 70 ساله میشه، نه مردای ما نه زنای ما ایمان نمیشناسه. یا علما چه قسم به الله جواب میگه؟ یا اطفال ما که در مساجد میآیه آیا ایمان برش تشریح کردیم؟ ما مردم فکر میکنیم که یک دفعه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتی خلاص دیگه یک میده نمیشه. از این خاطر کتاب نواقض اسلام، نواقض اسلام مثل که نواقض وضو را میشکنانه، اسلام هم نواقض داره، اسلام هم از بین میره. اسلام برای خود نواقض داره. مسلمان اگر حفاظت از ایمان خود میکنه، اسلام خود میکنه، باید نواقض اسلام بشناسه که اسلام توسط چی از بین میره. الحمدلله کتابا نبود عالی چاپ شد و فضل الله سبحانه و تعالی مردم مطالعه میکنه، میفهمه که کدام چیز اسلامی مر از بین میبره. ما باید همین قدر درک داشته باشیم. مؤمن هستیم، چندین سال سر ما تیر میشه. خب عالی آمدیم که همین مؤمنا چند قسم میباشد دیگه. عالی مؤمن واقعی کسی است که به این سه چیز عقیده داره. خب لیکن کمال ایمان، باور و عقیده خود داشتی، اقرار هم سرش کردی، عمل به عزایت کرده رایستی، نماز میخوانی، روزه را میگیری، حج میکنی، زکات میدی، کل مامورات دین اسلام انجام میدی، از منهیات پرهیز میکنی، اینی را ایمان میگه. لیکن کمالش در چی چیز است؟ کمالش در ایست که همین تمامی کارا را به خاطر کی بکنی؟ الله. به خاطر کی؟ من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. ایمان کمال پیدا وقتی میکنه که ما دوستی و دشمنی ما به محور کی باشه؟ الله. داد و گرفت ما به محور کی باشه؟ این رسول الله به طور نمونه بیان کرده. ما در تمام معاملات خود وقتی که تو را دوست دارم به خاطر الله، قطعی تو مساعدت میکنم به خاطر الله، ظلم از پیش دفع میکنم به خاطر الله، قطعی غم قطعی شریک میشم به خاطر الله، در خوشی قطعی خوش میشم به خاطر کی؟ کل معاملات ما دین محور چرخ بخوره. اینجا استکمال ایمان میشه. اما بیایم مردم چطور مؤمن هستند؟ ایمان دو قسم است، یکی مجمل است یکی مفصل است. ایمان مجمل این را میگه که به طریق تفصیل و جزئی یک آدم علم داشته باشه. این را ایمان مفصل میگه که این خاصه انبیاء علیهم السلام است. چرا که کل شریعت به کی معلوم است؟ به انبیاء علیهم السلام. پیغمبران علیهم السلام به امت او را تشریح میکنه. پس اولترین شخصا که ایمان مفصل داره انبیاء علیهم السلام است. بعد از او هر کس مطابق معلومات خود سر ایمان مفصل چی داره؟ عقیده داره. چیزی که برات رسیده تو عقیده سرش کرده این ایمان مفصل میگه. یک ایمان مجمل است که تو سر کل نظام الله عقیده داری لیکن جزئیات برات معلوم. اگر سبا یک حکم جزئی اسلام برات واضح شود تو باور سرش داری، به طور مجموعی پذیرفتی لیکن تفصیلا در پیش رویت نآمده. تالی را صاحب نصاب نشده که تو زکات بدی، لیکن اگر صاحب نصاب شدی زکات میدی. تالی را پیسه نداری که در حج بری، تالی را توانی حج جهاد رفتن نداری، لیکن اگر پیدا کنی میکنی. اینالی ایمانی اکثریت ایمانی چی هسته بگه؟ اجمالی است. این ایمانی کامل میگه. اما مردمای پیدا میشه که تنها اقرار به موجودیت الله را اینی را ایمان میگه برو مؤمن است. کسی پیدا میشه که نه محض کلمه شهادت در زبان بخون مؤمن هستی. کسی میگه نه عبادت طوری بکو که ذوق تقاضا داره، خواهش تقاضا داره، اینی را ایمان میگه. کسی روش بابا و اجداد خود چی میگه؟ ایمان میگه. لیکن این کلش چی هسته؟ باطل است. این کلش مردود است. ایمان اوسته که ما سه چیز عقیده در سه محل در قلب خود تصدیق داشته باشیم، در زبان خود اقرار و در عمل توسط اعضا عمل داشته باشیم. از امو خاطر دین ما سه رکن دارد. دین اسلام ایمان، اسلام، احسان. ایمان اموری باطنی را میگه، اسلام اموری ظاهری را، یعنی انقیاد باطنی، تابعداری باطنی، این را ایمان میگه که پیغمبر علیه السلام تشریح کرد.
ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتابا، به پیغمبرا، به روز آخرت، به تقدیر. یکی اسلام است که در زبان شهادتین جاری کردن، نماز قایم کردن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج دادن. این اسلام میگه. این انقیاد یا تابعداری ظاهری است. یکی احسان است که اینمی چیزا را کلش به خاطر کی انجام بدی؟ الله انجام بدی. مجموعه ازی به نام چی یاد میشه؟ دین اسلام یاد میشه. علی فهمیده؟ دین اسلام مرکب از سه چیز شد: ایمان، اسلام، احسان. ایمان تصدیق امور باطنی و اسلام تابعداری ظاهری و احسان همه چیز به خاطر الله و درست انجام دادن. این احسان میگه. این مجموعه اسلام میشه. چی؟ دین میشه که کل شما تعبیر به چی میکنیم؟ دین میکنیم. اینی را به نام دین میگه. وقتی در صفت متقین اولترین صفت آمد، این اساسی ترین صفت است، چرا که تمام امور دیگه سر از این مرتب میشه. که ایمان نباشه چیز نیست. الذين يؤمنون بالغیب و مردم است متقین، کسایی که در صدد تقواست، ایمان داره یعنی باور داره، اقرار زبانی داره، عمل به اعضا میکنه. بالغیب به او چیزایی که غایب است، به عقل به حواس انسان معلوم نمیشه. جنت، دوزخ، بگوی ملائک ندیدیم شب، پل صراط، حساب و کتاب، عذاب قبر، کلی از یا اینا ما شما عقیده داریم. این اول مسئله ایمان. و یقیمون الصلاة، ایمان امر مبتن است، در قلب انسان پوشیده است. چقدر باور داری یا نه؟ چه چیزی را تصدیق میکنه؟ و یقیمون الصلاة، قایم میکنه متقین، نماز قایم میکنه. دین روز براتون گفته بودم برابر استاد کردن وقتی میشه که هیچ طرف کجی کوری نداشته باشه. نماز یک امر معنوی است، حسی نیست که ما شما بگیریم در یک جای اوار استاد کنیم که استاد شود. از همون خاطر ما وقتی که اقامت نماز میگیم، در اقامت نماز 4 چیز باید مراعات شود. 4 چیز. اول محافظت نماز، چرا که در سوره مؤمنون الله متعال میگه، الله در اونجا میفرمه والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مؤمنایی که در فلاح میرسه، کامیاب از قد افلح المؤمنون، اونجا اون مردمایی هستند که سر نمازهای خود محافظت میکنن. محافظت نماز چی را میگه؟ مراقبت نمازه. کل نمازی تا تو زیر مراقبت بگیری که چی رقم است. وقتی که تو استاد میشی روی طرف قبله میکنی، در نماز استاد میشی، اول میبینی که اگری تو جایی باشه ستره پیشیت است یا نه، روی طرف قبله هست یا نه، پایچایت برزده هست یا نه، عورتت پنهان هست یا نه، وضو داری یا نه. این مراقبت نماز است. مسافه پایم چی رقم باشه، با کدام سیستم دستای خدا بالا میکنم، با کدام طریقه. اینطور نیست مردم یک تعداد انتو میکنه خیر و خلاص. این نماز است. تو باید مکمل در اینجا خودت تابع شریعت بکنی که پیغمبر چه قسم کرده. پایای تایی تو رفت جور نمی کنی، سرایش در شمال و جنوب بگه چی رخی انگشتایت می باشه. 8 جور نمی کنی، طور 11 جور کو که انگشتایت مکمل طرف قبله باشه. مسافه پایت برابر شانه در حالت عادی. تمام روز مردم میگه 4 انگشت. پیش کنین یک دلیل اکسن نده که پیغمبر مسافه پایش 4 انگشت باشه. اونجا سری صف تاکید شده که یکی با دیگه مثل که خشت با خشت میچینی، اینطور صف جور کنی. رسول الله میگه. از همون خاطر در حدیث مثل که در بخاری منکب با منکب، شانه به شانه و پای با پای چسبیدن آمده، در ابو داود رکبه به رکبه هم آمده، زانو به زانو بچسبه. و ایرا اگر یک دفعه شما عملی کنی واقعا بالکل در او صورت عیناً خشت با خشت همینطور چسبیدن میشه و پدر شیطان نمیتونه که از صف عبور بکنه. خب ما کلمات رسول الله بر ما عادی معلوم میشه. شما مسجدها را ببینی چی رقمی استاد میباشه، یکی پای 6 کشال است، یکی پیش است، دیگه پس است، در مابینشان جاها استاد است. میگه این امکان نداره. تعجب دیجاست که در کتابا نوشته میکنه، میگه امکان نداره. تو بیا که ما برات نشان بدیم. تو ډوډۍ خور از سنت رسول الله فرار میکنی، پیش کسایی که محبت با سنت رسول الله داره، پیش از یا بیا که برات تعلیم بده که چه رقم میشه یا نمیشه. از این خاطر اول شرط اقامت صلات وقتی میگه که تو نمازایت از اول تا آخر مراقبت کنی. چه رقم دستا را بالا کنم، تا کجا را بالا کنم، انگشتا را چه قسم بگیرم، کف دستم طرف قبله باشی. تو نیست که اینطوری کرده رو ایستیم. نه، اونجا تو ده حدیث ببین که پیغمبر طریقش
بالا کردن چیست؟ تا کدام جا را بالا کرده؟ امو حد و اندازه داری. چیزی را که پیغمبر کرده. پس تا کجا بسته کنی؟ چه قسم بگیری؟ ماندن گرفتن هم آمده، ماندن آمده. اینطوری نامده که دور حلقه کسیره چی میگه؟ 3 تنبه و 2 حلقه چی میگه؟ کدام چیز داره؟ 1 حلقه و 3 تنبه. سعی کنید عجیب گپا را مردم کشیده. کدام عمله که رسول الله انجام داده ماندن، اینطور قبض کردن. اینا بگذار برو یک عمل سیوم از جان خود بکش، اینطوری بکن. چرا بکنی؟ این خب مخالفت رسول الله میشه، موافقت رسول الله خود نمیشه. بعد از او کجا سعی میکنی؟ کجا سعی میکنی؟ در حدیث در کجا برات آمده؟ جای سجده، در کل جا غیر از قاعده. در قاعده فقط در انگشت خود، وقتی انگشت شهادت که بالا میکنی در او سعی میکنی. لیکن در کتاب فقه برای ما میگه در قیام در جای سجده سعی کن، در رکوع در نوک پایا سعی کن، در سجده در نوک بینی سعی کن. عجیب است. این را چه قسم کنیم؟ ما از کی را قبول کنیم؟ در حدیث دیگه چیز نآمده. چی رقم رکوع میکنیم؟ چه قسم رکوع بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا نماز صحابه نشان داده. صلوا کما رأیتمونی اصلی. زنا موجود بود. اینجا نگفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی الا النساء. زنای طور نکنه. زنا در رکوع اینی قدر، در سجده اینی قسم نماز بخونه. نگفته، ثابت نیست. آثار وجود داره در مصنف ابن ابی شیبه، مصنف عبدالرزاق، یک حدیث مرفوع هم تیر میکنه، کلش ضعیف است. بلکه ام درداء رضی الله عنها صحابیه کانت تصلی کما یصلی الرجال. نماز میخوان مثل که مردا میخوان. شده میتونه که نوس یا سری پیغمبر باشه و طریقه نماز جداگانه را برش تعلیم نداده باشه؟ این امکان نداره. سیاسرای ما را ببینی که خود خپک میکنه. اونجا رسول الله منع کرده، از انبساط قلب منع کرده، مثل سگ واری روبا واری خوزیدن منع کرده. چرا؟ قاعده است که نماز عبادت الله است. در تمام ارکان و حرکات نماز باید مشابهت با حیوانات قطعا نباشه، با هیچ حیوان، چی مرد باشه چی زن باشه. حرکات نمازش باید موافقت با حرکات حیوان نداشته باشه. سر مثل مرکب واری پایین نگیری، نعوذ بالله. مثل مرغ واری نول نزنی، مثل روبا و سگ واری نخزی، مثل شتر واری پایین نشوی. این کلش در حدیث صراحتا آمده. لیکن ما نمازهای ما نول زدن است، نمازهای ما خزیدن است، نمازهای ما مثل شتر واری پایین شدن است. در قصهش نیستیم که هر رقم تا شدیم بالا شدیم. مردم چی میگه؟ برو الله لک بخش است. در کلکینی یک دانه گرده نمیمانی، یک دانه گرده. شیشه را که یک کمی ملوث میبینی، سری دختری دینی قدر چشما را میکشی که ایجا ایره پاک نکرده ای. لیکن در نماز الله، در عبادت الله، در قصیش نباش. هر رقم کی کرده رویستی. یقیمون الصلاة، محافظت نماز از اول تا آخره. شما باور به الله بکنید. افسوس است، خیر، خطاهایی که در نماز مردم میکنه ایره باید ما یک روز سرش تقریر هم بکنیم، سرش بحث هم بکنیم و عملی هم بعد انجام بدیم که به مردم واضح شود، مردم بفهمن. او طرف حدیث پیغمبر تیر کنم و او طرف مخالفته، ولی ویدیو بگیرم، یک ویدیو را از مساجد بگیرم، در مساجدی که نماز خوانده میشه و به مردم آدم پیش کنه که این نماز است. شما فیصله کنید که موافقت با حدیث رسول الله داره یا نه که مخالفش است. کدامش است؟ از اول تا آخره. بعد از او باز براتان معلوم میشه، خصوصا در رمضان مبارک. شما قسم بدیم این علمایتانه، بگو شما را به الله قسم، به می شکلی که ما نماز میخوانیم از پیغمبر، صحابه، تابعین، تبع تابعین، اینمی قدر ثبوت پیش کرده میتونی؟ این نماز است یا نه؟ این را نماز گفته میتونی یا نه؟ قسم برش بده. عمر ضایع کرده، خوش بایسته در شانش میزنه، یکی بعد دیگه لاف میزنه او مولای خود در شانش میزنه. آفرین ملا صاحب، دین روز در 12 دقیقه خلاص کردیم، روز در 10 دقیقه 29 رکعت نمازه با سبا مابین خود لاف میزنه. ملای ما ماشاءالله تریشل است، تریشل گیر نمیشه. این ماه عبادت الله را نعوذ بالله برشخندی تیر میکنن. عبادت الله را چی جور کردن؟ و یقیمون الصلاة، تقوا در کجاست؟ یقین به الله بکن که اقامت نماز نکنی اگر تو متقین شوی. قرآن برات میگه، قرآن برات میگه که تو متقی نیستی. چرا؟
یقیمون الصلات نیست، مراقبت نماز تا نکردی. اول محافظت نماز یعنی مراقبت نماز با وجه درست، قومه، جلسه، الحمدلله. سنت های رسول الله هر کدام حکمت بزرگ داره. شما که وقتی از در رکوع پایین میشی، از رکوع بالا میشه، ام یک رفع الیدین یک فایدهش چی است؟ کسی گفته برام میتونه؟ یک فایدهش چی است؟ یک فایدهش نه، یک فایدهش است که آفرین قطع امام یک جای پایین نمیشی. تا که تو رفع الیدین میکنی امام در رکوع میرسه، بعد از او باز تو پایین میشی. بعد از اینکه تو از رکوع بالا میشی، این بیچاره خونه داره یا داره تقسیم کرده، سمع الله لمن حمیده را به امام داده، ربنا ولک الحمد به مقتدی، کردوش یک دم بخیزه و به مجردی که استاد نشده باشه. پیغمبر که حدیث مسیح الصلات که میگه صحابی که آمد که 3 مرتبه نماز سرش خوانده، سری چی چیزی را دور داده، قومه را درست نمیکرد، بالا میشد زودی که پایین میشد، رسول الله 3 دفعه نماز سرش دور داد، سرش بزوره اعاده کرد. از ما چی است؟ از ما زفت و پرود است. مقتدی چیخ میزنه او ملاسم سبحانك اللهم خوانده نمیتونم، اللهم صل خوانده نمیتونم، میگه پروا نداره پشتی ما بیا. هم الله نام الله، این از کجا پیدا کردی که پشتی ما بیا؟ امیر پروا نداره، امیر پروا نداره از کجا میگی؟ این کدام دین است؟ دینی توست؟ دینی بابایت است؟ از کجا میگی؟ بری از مردم، این مردم ها اینجا نه، در روز قیامت اتر دبودی بی ملا و مقتدیا باشه که پرسان نکن. خب مقتدیام خوش است، مقتدیام پشتی نمی، چرا؟ هواپرستی که در کدام جایز بود اونجا باز مقتدیا پشتی هم از او میره و نمیگه که عمر ما ضایع شد، وقتی ما ضایع شد، وضو کرده آمده در مسجد لیکن عبادت نیست. اول شرط محافظت است، محافظت کل ارکان نماز. دوم شرط والذین هم علی صلاتهم دائمون، سری نماز خود مداومت میکنه، یک دانه را میخونه دوره نه، صبحکی را میخونه، خب پیشین در دکان مصروف است، دیگر در کورس مصروف است، شام در موتر. والا مولوی صاحب هر روز می شام ما قضا میشه، چرا قضا میشه؟ والا از دکان که حرکت میکنیم در راه سر ما شام میشه، موتر استادم نمیتونیم. خود تو دین دوست نداری، تو که دین دوست داشته باشی یا پیش از پیش میری که در خانه برسی، یا اینجا شامی تا میخونی باز حرکت میکنی، یا اونجا موتر از خودی تست گوشه میکنی در یک جای نمازی تا میخونی. خود دلت در خواندن نماز نیست. امیالی به هزارها به میلیونها شاگردی ما در وقت نماز دیگر در مکتبا نیست، الله اکبر نماز میخونه. ما که بیشینیم میگه ما مسلمان هستیم، دولت اسلامی است، یک نماز ترک کردن چقدر جرم است. اهمیت نماز براتون بیان میکنم به خاطری که تهاون و غفلت در نماز آنقدر شده که هیچ پرسان نکن. مداومت بالای نماز اقامت نماز میشه. اگر نماز ادامه ندادی، یک وقت میخونی دیگر نمیخونی، در زمره متقین، در جماعت متقین داخل نیستی و قرآن کریم برای تو هدایت هم نمیکنه. چرا که هدی للمتقین، قرآن کریم هدایت برای متقین میکنه. سوم چیزی که تمام کوشش تا خرج کو که ادناترین نقصان در ارکان نماز پیدا نکنی، ادناترین نقصانه. چهارم شرط اقامت صلات است که خشوع و خضوع بیاید. خضوع عبارت از عاجزی ظاهری که فقط ریشی تا اینطوری کردن، هر بازی طرف هم یک دفعه مالش میکنی. اکثر هم برادرایی که خود منسوب به سلف میکنه یا ای گپا را خیلی زیاد میکنه، هیچ دقیقش نمی باشه. پایین که میشه دامنی خود اینطور میکنه که بالا میشه، بازی را اینطور یک جای میکنه، بازی را اینطوری نکن، حرکات در نماز انجام نده. این خضوع میگه، تسلیم شو، جایی تا مراقبت کن. در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه تا وقتی رحمت الله سرت نازل میشه تا که تو التفات نکرده باشی، این طرف و طرف نشده باشی، بسیار سکون و آرامش. پیش کی استاد هستی؟ عسکر پیش سای منصب استاد بشه، همینطور سلامی میزنه، شور خورده نمیتونه، فقط صرف او به حکم دفتر ای عسکر نامیده شده، او سای منصب. چطور برش استاد میباشه؟ دمی فرصت که گشتم هم بگزه خدا شور نمیده. در پیش اللهی که خالقی هسته چرا تو درست استاد نمیشی؟ خشوع چی را میگه؟ او در قلب تعلق داره، در قلب تعلق داره. عظمت و بزرگی الله در قلبت باشه که من مناجات و گفتگو با کی دارم؟ با الله خود دارم. او چی بهترین موقع است
کسی که با سوره فاتحه را فهمیده الحمدلله رب العالمین در ایاک نعبدو که میرسی همینطور نمیگی که یا الله خواستار عبادت میکنم، باز میگی و ایاک نستعین. اینطور هم میشه مثل که فقط الله در پیش رویت است او قطع تو تکلم میکنی. نماز میره میگه امروز که نماز ما اثر نداره علتش است که شرایط نماز، روح نماز وجود نداره. محض یک رسم است، خیر و خلاص انجام بده، دیگه چیز وجود نداره. سلف، نمازهای سلف چی رقم بود؟ صحابی که تیر میخوره، تیر دو نفر از پیرداری میکنه، خون داره میزنه، اما او صورت خوانده رایسته تا که نماز خود تکمیل نکده بس نکده. واقعی در نماز داخل میشد یک چیزی دیگه بود پیششان. ما را ببین، این نمازهای ما را ببین، باز طول کو نماز چه اهمیت داره. از این آیت هم براتان معلوم شد اولین رکن اساسی مؤمن و کافر که فرق می آورد ایمان به غیب بود. دوم چیزی که فرق میاره چی است؟ نماز است. نماز است. اهمیت نماز چه رقم اهمیت داره؟ در یک جای هم نامده که نماز قضا شود. در یک جای پیغمبر علیه السلام میگه من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. کسی که از نماز خود خو رفت یا فراموش کرد هر وقت که یادش آمد بعد بخونه. فلیؤدیها گفته نگفته فلیقضیها. چرا که تو بنابر اختیار نداشتی، غیر اختیاری خو رفتی. هر وقتی که بیدار شدی همون وقتی نماز است. سعی نمیکنی صبحی خو رفتی که بیدار شدی ولو که هفته در برآمدن هم است تو وضو کن نماز تا بخوان، همین وقتی است. یا فراموش کرده که یادت آمد قضای نماز نامده. پیغمبر علیه السلام در طول عمر 4 نماز در جنگ احزاب که مسلسل تیربارانک بود، جنگ مسلسل روان بود، امی قدر موقع نبود که اعمال نماز صحابه و پیغمبر انجام داده بتانه. امی قدر فرصت برشان نشوده، امی قدر فرصت برشان نشوده. اگر امی قدر فرصت برشان میشد نماز برشان جایز نبود که قضا کنه. از همون خاطر وقتی که دشمن در مقابل باشه، یک گروپ در مقابل دشمن است، گروپ دیگه اینجا چیسته؟ نماز میخونه. اگر موقع شد که دشمن ترس داری، در مو حالتی که روی طرف دشمن است، خب برای تو موقع انجام دادن ارکان نماز است. تو ارکان نماز امو طرف روی طرف دشمن، لیکن نماز تخوانده برو، نماز تخوانده برو. مجاهدی که دفاع از دین میکنه، مسافری که چندین شوا و روزها را در سختی و تکلیف تیر کرده، جنگ احزاب است، گشنگی در طوری است که صحابه و رسول الله سنگار ده شکم خود بسته میکنه، لیکن نماز قضا نمیشه. تو جناب محترم در دکان، در موتر، در دفتر، در مکتب تمام روز میگه برو بسان قضا میخوانم. این را کی آورده؟ خیر است. این ملا به مردم خوب راه ها را جور کرد، این اسقاط میکنه کلش معاف میشه، برو بخیر دیگه. این اسقاط میکنه. در کدام دین است؟ در یک حدیث برای من نشان بده. در یک حدیث در این طور موقع نماز از پیشت قضا نمیشه. امروز ببینه معرکه شروع میباشه میگه باز میرم من قضا میخوانم. یک دفعه در حدیث مراجعه کن که در یک جای مسئله قضای نماز آمده یا نه آمده. ما داد میزنیم مؤمن واقعی استیم، ولی قرآن که وقتی ورق میزنی حدیث رسول الله را، پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ این بین الرجل و بین الشرک و الکفر، یقینا در بین شخص و در بین شرک و کفر فاصله یا عهد چی است؟ ترک الصلاه، گذاشتن نماز است. رسول الله میگه، این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. چیزی که فارق است، جدا کننده است در بین یک شخص مؤمن و شرک و کفر، او چی است؟ ترک کردن نماز است. اگر نماز خوندی مؤمن، اگر نخوندی رفتی تباه شدی. از او خاطر علما، شقیق رحمه الله، شقیق ابن عبدالله رحمه الله تابعی است، او نقل میکنه که صحابه نمیدیدن، اصحاب پیغمبر علیه السلام نمیدیدن یک عمل هم ترکش کفر بجز از چی؟ نماز. کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لا يرون چیست؟ لا يرون الاعمال، لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفرا
الا الصلاه، بجز از نماز. ترک نماز کفر میدانستند صحابه. اگرچه اختلاف در بین است، راجح قولی است که کسی که به طریق دوام نماز ترک کنه او چی است؟ کافر است. به طریق دوام ترک دی کافر است. خواهرام یا شوهرم تعالی را 5 سال قطمه زندگی کرده یک نماز نخوانده، تو چطور مسلمان زن هستی که برش نشسته؟ شوهر میایا از زن خود گله داره، زنم نماز نمیخونه، 5 اولادم داریم، تعالی را نخونده، نه روزم نگرفته. خوب عجیب است. تو خودش زندگی داری، خدا مسلمان تلقی میکنی، عجیب است. کدام این نکاح باقی نمانده. این اعوذ بالله زنا شمرده میشه. یکی مسلمان است یکی مشرک، یکی مسلمان است یکی کافر. نمیشه، نکاح نمیشه، زندگی قطعش نمیشه اگر مؤمن هستی. دی افغانستان ما کدام قضیه را شما معلوم کرده؟ دوره کمونیستی آمد، مردم لنین پرستش کرد، زن از پیشش جدا شد. جدا شد مردم، نشد جدا، همون زنش بود. دی وطن امیالی فعلا هم دختری خدا یقین به الله که اگر پرسان کنه که بچه مسلمان است یعنی فقط بلدنگ و موتر و اینی چیزا را سعی میکنه داده رو ایسته. نه از مسلمانی دختر پرسان میشه، نه مسلمانی بچه. امی قدر انقلابات آمد، مردم به نعوذ بالله بتا سجده کرد، هیچ جدایی نامد. چرا نامد؟ شما بگویید چرا نامد؟ علمای ما به مردم اسلام تعریف نکرده بود که اسلام توسط اینی کار از بین میره، نگفته بود. یک نفر مسلمانی واقعی پیدا نشد که دامادش رفت نعوذ بالله سجده کرد، ای رفته باشه که دختری خود به در آورده باشه که جناب تو خود دیگه طرف رفته ای، بلکه انوز دفاع از امو کافر، دفاع از امو مشرک، دفاع از امو جنایتکار تا امروز امو تو رسانی. بنگی بر الله به دین دشنام میده، توهین میکنه دینه، هیچ گپی نیست. خیشو کسیست، رفت و آمد است. من پیشتر نگفتم که دشمنی و دوستی به خاطر چی باشه؟ الله باشه. نواقض اسلام ضرور است که انسان بخونه، بدانه که اسلام توسط چی میدانش از بین میره. علی رضی الله عنه میفرما من لم یصلی فهو کافر، کسی که نماز نمیخونه او کافر است. صراحتا علی رضی الله عنه میگه. خب معلوم شد که نماز اهمترین چیز در زندگی انسان برای اسلام یک مسلمان است. اسلام یک مسلمان وقتی معلوم میشه که نماز بخونه. مردم میگی، زن میگی بیا نماز بخون، مرد میگی نماز بخون، دلیتا پاک دلیتا گپ در سری نماز نیست. الحاد از کجا آوردی؟ این کفر دیگه از کجا آوردی؟ دلمو تر پاک بشه. دل کی پاک باشه نماز میخونه. معلوم شد که دلی تو پاک نیست. چه رقم است؟ و یقیمون الصلاة، متقین کسانی هستند که نماز درست برابر ادا میکنه، مکمل ادا میکنه، قضا نمیکنه، رعایت تمام ارکانش میکنه، هیچ نوع نقصان در تمامی ارکان نماز پیدا نمیکنه، هم خضوع داره هم خشوع داره. دو صفت شد برای کسی که حاملین قرآن است، متقین است. سوم و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما دادیم، الله متعال میگه از بعضی آن چیزی که ما دادیم ینفقون، مصرف میکنه. از بعضی، الله حبیبی الله ما را مطالبه نکرده تمام چیزی که در دست داری پرت مصرف کن، میگه از بعضی. از بعضی وقتی که در نصاب برسه 85 گرم طلا پیدا کنی، سال سرش دیر شوه. 595 گرم نقرت پیدا کنی 52.5 توله، سال سرش دیر شوه، آلی تو صاحب نصاب شمرده میشه. مال که تا وقتی از برای تجارت نباشه زکات دایش نیست. موتر، کارخانه، فابریکه، خانه ها داری، دکان ها داری، دیا زکات نیست. در چیزی که برای تجارت است. ولی در نصاب نقره برابر شوه. طلا امروز قیمت است، نقره اصل قرار داده میشه. هرگاه دیگه چیزی مال تجارتی با امرایی نصاب نقره برابر شوه و سریزی مال سال تیر شوه، آلی زکات سرش است. البته مالای خصوصی دیگه مثل حیوانات، شتر 5 شتر داشته باشی، بز و گوسفند 40 دانه داشته باشی، اکثر سال در صحرا بچره، گو 30 دانه داشته باشی، دو زکات علیده است.
دیگه غیر از اجناس کلش سری نقره و سری طلا مقایسه میشه. حالی خود طلا قیمت است، سری نقره مقایسه میشه. نقره 52.5 طلا نصابش است، به حساب گرام 595 گرام است. برو در بازار بکشه، 595 گرام نقره چند روپه میشه؟ مثلا 20,000 افغانی میشه. کسی که 20,000 افغانی را از دی سری سال تا سری سال دیگر داشته باشه، در خانه سال سرش تیر شده باشه، این صاحب نصاب است. صاحب نصاب که شد، زکات دیگه کسی گرفته نمیتونی و خودت زکات بده. چقدر؟ از 40 حصه 1 حصه. همیشه ضرب 40 کرده برو. پیسه داری، طلا داری، نقره داری، ضرب 40 کرده برو، زکاتش بکش. الله چقدر احسان کرده سر ما؟ 40 حصه. و مما از بعضی آن چیزی که کلی مال از ما مطالبه نمیکنه. یک دوم نکته را ببینه، و مما رزقناهم، آن چیزی که ما روزی دادیم. زمینایت که ای بار حاصل آورد، سیبا را فروختی، آلوچه را فروختی و انگورا را فروختی. و جناب محترم، تو خو یک تا کشانده بودی، اما این خوشه ها از کجا شد؟ کی قدر ثمردار ساخته؟ و مما رزقناهم، از آن چیزی که الله میگه ما روزی دادیم. نه ما خو از فابریکه پیدا کردیم. از فابریکه از کجا پیدا کردی؟ مهارت کی برات داده بود؟ نه ما خود دلاری معاش دارم. استعداد کی برات داده بود که تو انجینر شدی معاش دلاری را گرفتی؟ و مما رزقناهم، از آن چیزی که ما براتون روزی دادیم. و آخرم امین مال به الله میمانه، نه به تو. عجیب بایه و مشتریه، عجیب خریداره. ما برات چیزی بدم، بخشش کنم بدون عوض، بعد از او از تو مطالبه کنم که کمی از این را برم بده، لیکن در مقابل این طور چیز بده که قطعا قیمتش پوره نشوه. شما بگوی جنت الله را کسی قیمتش پوره میتونه؟ امین مال الله برات داده، پس از تو مطالبه میکنه، اما در عوض جنت برات میده. او بنده، من خو میگم که در روز قیامت که مردم میگه که انسان چرا الله کلی عمر در جهنم میسوزانه، تو سعی کن این معامله را الله قطع کرده؟ نه، این معامله را الله قطع کرده. از او خاطر الله میگه و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما روزی دادیم. ینفقون، مصرف میکنه. مطلق مصرف کردن نیست. قرآن در یک جای که اینطور آمده، دیگر جای باز موضع انفاق بیان کرده. و یسألونک ماذا ینفقون، سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام چی چیزا مصرف کنه؟ الله میگه قل ما انفقتم من خیر، گپ ازی سوال ازی نکنید چی چیزا مصرف کنیم، گپ ازی سوال کنی که در کجا مصرف کنیم. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. مهم است که مصرف، جای مصرف مشخص کنه که کجا مصرف شود. قرآن تعیین کرده، نگفته در توی بچت در ممتاز محلی قدر لک افغانی را مصرف کو، دست بگوی در بوسکشی مصرف کو، در توی فلانی دلار باد کو، شوی ششی بچه تا بگی هیاهوی جور کو. در این خاطر نگفته انفاق کو. انفاق درای درستش، هر چیزی که هست من خیرین شامل کلی مال است، خو لیکن در جایش مصرف کو. اینجا انفاق در جای درستش است. الله متعال سوم صفت ای را میگه که متقی کسی است که انفاق میکنه. خو از مما، آن چیزی که الله برد روزی داده. کسی را الله روزی داده علم، الله برش علم نصیب کرده، در وقت و ناوقت که ضرورت پیدا میشه بعد از علم خود مصرف کنه، بالکل همونطور آرام نشینه، بوجی خود جمع کرده دانش بسته نکنه. ضرورت مردم است، مردم دین نمیفهمه. و مما رزقناهم، مال برد الله داده در موقع ضرورت، برای طول مثل که عالی ضرورت است. دنیای کفر هر نوع تلاش میکنه. امریکایی رسایی که از امریکا میاد در کوی هلمند خو میکنه، او دیگه نیتی ظاهری شام است که ما مردم خود راحت میدم اونجا که اونجا انفجارات نشود، اینجا ما خونسا میکنیم. میایه از اونجا یک روپا با مؤسسای خیرات جمع میکنه، اینجا میایه انجیل در بچهای تو تدریس میکنه و توزیع میکنه. خود تو مسلمان جمع کده برو بگوی در کجا مصرف کو؟ در بوسکشی، در سگجنگی، در عیاشی، در توی بچه ماما، در این مصرف کو. باز الله از پیشت سوال میکنه
این روز نمیبینی جوانی ما یک مرکزی قرآن و حدیث نداره که در تمام سال دایش درس بخونه. هست همه در کابل، در بسته کابل در اینی قدر تجارا یک مرکز وجود نداره که قرآن و حدیث به شکل اساسیش بخونه، نیست. اما مراکز نصرانیت به عنوانهای مختلف به صدها و به هزارها پیدا میشه. کافر اونجا چنده میکنه میایه اینجا نصرانیت خود پخش میکنه. تو در دست خود مال داری، توان داری، یک مدرسه را خوب چلانده میتونی. اگر یکی نمیتونه 10 تجار یک جای شوی. در گنبت ها جور کردن خو یک جای میشه. گنبت ها را خو سری قبرها جور میکنی، قالینای زیارت ها را خو خریده میتونی. در کدام کتابی حنفی برم کشیده میتونه کی رواست؟ این ثواب داره. تو چرا خیلی عقلت از دست دادی؟ برو مرا خو میگی وابستی، گپی از این قبول ندارم. در مذهب حنفی برم بکش. در مذهب حنفی در میلادا مصرف میکنی 10 تالار. 10 تالار چی بود؟ یا یک تالار دیگه بود. میلاد مکمل مصرفش 1 نفر داده بود. جناب قماندان 1 نفر داده بود. چرا جناب قماندان ذهنت الله خلاص نمیکنه که یک دفعه اعلان کنی که تا 4 تالار بعد اینجا خواهرها حاضر باشه، کل مصارفش هم میدم، کل مصارفش. چرا نه یک بی غیرت صاحب شبکه بگویه که مولوی صاحب می ترجمه تو را ما از شبکه نشر میکنم، فیلم هندی را نشر کنه، فیلم فرانسوی را نشر بکنه. سبا روز همی مسلمان در سری جنازه اینمی آدم استاد است میگه این مسلمان آدم بود. بری همی ترجمه مرا ببرید همی رادیو که نشر میکنه یا نمیکنه؟ تلویزیون ها نشر میکنه یا نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ حالی مسلمان نیست؟ قرآن دوست نداره؟ و مما رزقناهم ينفقون. این طور نیست. روزی فرا میرسه، الله متعال مورد بازخواست قرار میده. امکاناتی که در دست داریم و مما بعضی آن چیزایی که آن چیز از کسی علم است، از کسی مال است، از کسی نفوذ اجتماعی است. نفوذ اجتماعی داره، در دولت روی داره، در یک شخصی مالدار روی داره، او را ترغیب میکنه که بیا الله برش اجر بده. صاحب هتل چیزی که در دست داشت چی بود؟ بگوی هتل. در خدمت ما قرار داد یا نه؟ در خدمت ترجمه قرآن قرار داد. در روز قیامت روی سرخ استاد میشه، پیش الله جواب میگه که یا الله عالم آمد ترجمه قرآن میکرد، ما اینمی هتل در اختیار داشتم، در اختیارش گذاشتم. و مما رزقناهم ينفقون است. این را انفاق میگه. چیزی امکاناتی که در دست داری انفاق کو. چرا انفاق کو؟ بدون انفاق جامعه پیش نمیره. 1 نفر از هر نگاه پوره نیست. مولوی متوکل سیست علم داره اما یک موتر گرفته میتونه که 4 نفر شاگرد بیا اینجا بشینه؟ نمیتونه. امکان ختم نیسته. یک تجار ما قدرت و توانمندی از این داره 10 موتر بگیره اما عالم وجود نداره. چی نداره؟ عالم وجود نداره برش درس بگویه. موتر هم است، عالم هم است، جای وجود نداره. چی نداره؟ ما گرد سری در حج اوقاف هم مراجعه کردیم، در مسجد هم گشتیم، قطع امامایی که عقیده ماسته از پیشش مطالبه کردیم که همین مسجد تا برای 1 ماه پوره هم نه 27-26 روز برای ترجمه قرآن بده، ولا نمیشه، ولا نمیشه. ببینید این امکانات است. نظام اسلام، قانون اسلام نظام یک بدن انسان است. بدن انسان مرکب از اعضای متنوع است. چشم وظیفه علیحده خود داره، وظیفه خود انجام میده. زبان، دندان، قلب، معده، دست، پای، هر کدامش. یک لقمه را که تو میگیری، قطع انگشت میگیری، جور میکنیش. قطع چشم میبینی که چیزای خراب داشت نباشه. لبا او را تیر میکنه داخل، دندانه او را میجوه، میری او را تا میکنه در معده، قلب تصفیه میکنه، معده بی کل هر عضو امی وظیفه و مسئولیت خود ادا میکنه. یعنی چیزی که توانمندی داره او را خرج میکنه. اگر از شما سوال کنم
اگر از شما سوال کنم امی قلب وظیفه را انجام نداد، معده انجام نداد، دندان انجام نداد، بدن انسان سالم باقی میمانه یا فاسد میشه، از بین میره، مریض میشه؟ هر عضو که معطل شد، ادناترین عضو که در بدن وظیفه خود انجام نده، حتما نقصان در بدن پیدا میشه. میشه نه؟ جامعه مسلمان امی رقم است. کل ما این امی قسم ما وظیفه داریم. یکی ما وظیفه مال داریم که مصرف کنیم، یکی وظیفه موتر داریم، یکی وظیفه درس داریم، یکی وظیفه رویداری را داریم. امکانات خود باید مصرف کنیم. اگر نکنیم ما پس مانده و عقب مانده هستیم. امروز مسلمان ها عقب مانده شده یا نشده؟ چرا که هر کدامی ما امکانات دست داشته خود بگه در جای مناسبش مصرف نکردیم. از او خاطر مسلمان ها عقب مانده شده. قرآن از همون خاطر اشاره میکنه، عموم میگه، نمیگه کی و من مال رزقناهم، از مالی که ما برش روزی دادیم. نمیگه و من علم رزقناهم، نمیگه و من مقام رزقناهم، بلکه میگه و من ما، از بعضی آن چیزایی که ما برش روزی دادیم. ینفقون، مصرف میکنه. ینفقون وقت تعیین کرده، گفته که شب پنجشنبه، گفته که روزی تولدی پیغمبر 12 ربیع الاول، گفته که محرم، گفته که چی میگه عرفه، شب عرفه. اینجا مصرف عام است. وقت ضرورت، در یک وقت ضرورت پیدا میشه، 1 روپه جای 1 لک روپه را میگیره. آدمی خیلی با عزت است، خوب مالدار است، بلدنگ شهرک داره، شهرک، اما کی صبور زده جیبشه، آلی میره تا خیرخانه را. همینجا استاد است، موتر گفته نمیتونه، کلینر جاغش پاره میکنه، میگه پرتو. به می آدم همین روز که 10 روپه بدی برابری کل زندگیش ارزش داره یا نداره؟ کل زندگیش ارزش داره، آبرویش خریده میشه. در نظام اجتماعی اسلام امی قسم است. یک روز 1 روپیت اینقدر ارزش داره که هیچ پرسان نکو. آسان مثال برات میدم، آسان مثال. روپیت مصرف کردی در 1 موتر، 1 روز تو پولیش دادی چند؟ 1 روز 1 کاستر 1000 افغانی میگرفت، اما 1000 تو دادی. در قد امی مردم 1 نفر آمد، در 1 نفر دم 1 ساعت در ترجمه نشست، 1 دم الله ذهنش خلاص کرد و برآمد، انگیزه را گرفت، فکر برش پیدا شد که من دیگه کلی امی عمر خدا وقفی چی میسازم؟ خدمت دین الله میسازم. امی مردکه که هر قدر خدمت دین بکنه کی قطع شریک است؟ همون نفری که پیسه داده بود تا اینجا را آورده بود. میفهمیم که چقدر قدر داره. در کجا مصرف کنیم؟ پدر و مادر خود دوست داریم یا نداریم؟ چه قسم مصرف کنیم؟ در کجا مصرف کنیم؟ الله متعال توفیق نصیب بکنه، فهم کامل الله برای ما شما نصیب بکنه که در ایلا جایا از پیش ما مصرف نشوه. من گاهی گپ میگم، بازم میگم، اقارب ما از بیرون آمده، از روسیه آمده، از فرانسه آمده، تمامی عمر 1 نمازم نخوانده، روزم نگرفته، شراب خورده، زنا کرده، هیچ چیزم نمانده. امروز به نام اقارب که بیایه 1 روز 2 روز تو را میمان میکنی، تو را بالله قسم چند مصرف سرش میکنی؟ کم از کم 1000 خود سرش مصرف میکنی در 1 واده، در 1 واده که نان برش بدی. به خاطر لحاظ یک قریبی که وام فاسق است، دینشان معلوم نیسته، عمیق مصرف میکنی. به خاطر رضای الله و خدمت قرآن کریم و جور شدن مرکز اسلام چقدر غیرت کردی؟ بگو در روز قیامت به الله جواب میدی یا نمیدی؟ آیت بری تو تصدیق نمیکنه؟ و مما رزقناهم ينفقون، چقدر مصرف کردیم؟ الله متعال ما را بصیرت نصیب بکنه که ما بدانیم. والذین یؤمنون بما انزل، 3م صفت رفت. 4م صفت والذین متقین، کسانی هستند یؤمنون بما انزل الیک، که ایمان داره به او کتابی که نازل کرده شده بالای تو، ایمان داره. حق اولی قرآن کریم چیست؟ ایمان بالای قرآن. حق اولی قرآن بالای ما شما چیست؟ او بدون از این تقوا حاصل نمیشه، متقین جور نمیشیم. سری قرآن چی رقم ایمان داریم؟ چی رقم ایمان داریم سری قرآن؟ قرآن دوست داریم، بسیار دوست داریم. کتاب الله بوسم میکنیم، پوشم میدیم، از خود کرده بالا در طاقم میگذاریم.
لیکن زمانی که قرآن کریم برای ما امر میکنه، چی امر میکنه برای ما؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموال الناس بالباطل. قرآن برات میگه ای مؤمنا نخوری مالای مردم به طریق باطل، بر راه نامشروع، به دروغ، به قسم، به غصب، به دزدی، به زور، به ظلم نخوری. اونجا خب قرآن بوسه کردن در سر موندیم، میگم قبول دارم، خب لیکن اینجا ای دستور و ای آواز قرآن کریمه، این ندا و خطاب قرآن کریمه، هیچ تو میگی خدا خبر نمیکنم، هیچ تو میگی برای من نگفته. آلی ایمان سری قرآن درست شد، ایمان سری قرآن خود تقاضا داره از تو. ایمان خود را نمیگه که در دل فقط گفتی من باور دارم، از تو تقاضای عمل هم کرد که تو سرش عمل بکنی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کسانی است که ایمان داره به او کتابی که نازل سری تو کرده شده. ایمانی تفصیلی است. هر حکم جزئی قرآن کریمه، هر حکمشه، اگر مباح است، اگر حرام است، اگر مکروه است، اگر فرض است، اگر مستحب است، کل احکامش یک قبول داره، از پیش سرپیچی نمیکنه. و ما انزل من قبلک، و او کتاب عقیده داره جنس کتابی که پیش از تو تیر شده ای پیغمبر علیه السلام، کل کتابا را عقیده داره. یا تفریقه را در بین انبیا قائل نیست، چرا که انبیا علیهم السلام بگوی شاگردای یک مکتب است. چی است؟ مکتبشان اسلام است. مکتبشان چیست؟ یا کلشان شاگردای یک مکتب است، تبعیض وجود نداره، یهود نیستیم نه نصارا، یکیش موسی علیه السلام قبول کنه لیکن عیسی علیه السلام در دار بالا کنه، دیگه عیسی علیه السلام خدای خود قبول کنه، خود دیگه محمد رسول الله را قبول نکنه. ما کل انبیاء علیهم السلام چی داریم؟ قبول داریم که از جانب الله آمدن، افضل ترین بشر بودن، مسئولیت خود ادا کردن، در وقت و وادش دعوت دین الله را کردن و تمام مسئولیت ذمه‌واری خود ادا کردن. کلشان حق بوده، بله در بینشان تفاضل وجود داره، افضلیت وجود داره. افضل ترین انبیاء علیهم السلام کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای افضل ترین انبیاء علیهم السلام است. میگه و ما انزل من قبلک، به او کتابی که پیش از تو نازل شده. چرا نمیگه و ما انزل من بعدک، و به او کتابم عقیده داره که پس از تو نازل شوه؟ به خاطر که بعد از نزول قرآن دیگه کتاب است نیست، دیگه کتاب آخری کتاب که کل کتابا با آمدن ازی عمل سری کتابای سابق منسوخ شده. کدام کتاب است؟ قرآن است. از او خاطر کسایی که آلی پیدا میشه از غرب میایه، آلی چی پروا داره؟ نصرانی هم دین آسمانی را عمل میکنه، یهود هم دین آسمانی را عمل میکنه. جواب برش بگو که بعد از آمدن قرآن کریم نه تورات نه انجیل قابل عمل باقی نمانده. اگر این عقیده را داشته باشه که توسط قرآن دو کتاب منسوخ نشده، مسلمان است یا کافر؟ کافر است. تو عقیده را باید داشته باشی. و بالآخرت هم یوقنون، پنجم صفت است. این صفت انقلابی است. و بالآخرت هم یوقنون، با آخرت خاصا امی مردم سخت یقین داره. مرتبه که تمام شبهه و شک زائل شود توسط علم، او را به نام چی یاد میکنه؟ یقین یاد میکنه. تمام مراحل شک و شبهه که مکمل زائل شود، هیچ باقی نمانه، اینی را توسط علم، بصیرت، این را به نام یقین یاد میکنه. مؤمنای متقین کسانی است که با آخرت یقین داره. آخرت یقین چی را بگویم؟ یقین او علم را میگه که دیگه شک و شبهه را در وجودت باقی نمیگذاره. از او خاطر وقتی که ببینی که مار در سوراخ داخل شده، مردم برات میگه که یک لگ افغانی برات میدم، امی دستی تدمی سوراخ داخل میکنه؟ نمیکنه. چرا؟ با چشم سر یقینت ثابت است که اینجا مار است. اگر ما با عذاب الله، با محاسبه الله، به استاد شدن پیش الله، به جنت و دوزخ، به پول صراط یقین داشته باشیم، آلی یک امر الله را ترک میکنیم، یک منهی عنه را عملی میکنیم. از همون خاطر گناه وقتی یک کسی میکنه که مؤمن است که غافل میشه از نتیجه. از چی غافل میشه؟ از نتیجه گناه غافل میشه که گناه را میکنه. اگر از نتیجه گناه غافل نباشه قطعا گناه را نمیکنه. بیای دیگه، یک انسان مادی است،
عقیده به آخرت نداره و یک انسان عقیده به آخرت داره، چی تفاوت هایی است؟ اول باید ما این گپ بررسی کنیم که مانع جنایات و زشتی ها و تمام بدبختی ها چی چیز است. ما چطور میتونیم امن در جهان بیاریم؟ مردم مکمل اصلاح باشه، هر کس حد و حدود خدا بشناسه، تجاوز بگه بالای حقوق دیگران نباشه، برای تحقق همی امر یا کوتاه بگویم به جمله کوتاه، برای تحقق عدالت، برای رعایت حقوق اصطلاح از یار دکار ببریم انسانی، برای رعایت حقوق انسانی کدام چیز است که همی حقوق برآورده کرده بتانه، تضمین کرده بتانه که تجاوز نشود. ما دو چیز داریم، یکی امور حسی داریم، قوه کنترلر داشته باشیم از هر نگاه، کمره ها داشته باشیم، محکمه داشته باشیم، پلیس داشته باشیم، اسلحه امکانات داشته باشیم، مردم نگذاریم که یا کارهای غلط و نعوذ بالله معصیت و گناه را بکنه، تجاوز بالای حقوق دیگر را بکنه، یا این نمیتونی قوه داشته باشیم. خب آیا امی قوه را که داریم میتونه جلوگیری جنایات را بکنه؟ مثال میدیم، امریکا پیشرفته ترین مملکت در جهان است، از نگاه وسایل مادی، از نگاه وسایل کنترلی، از نگاه وسایل قوه اجرایه و قوه مقننش خیلی قوی ترین مملکت است. خب لیکن بعد از مرور سال جرایمی که در امریکا انجام میشه قطع افغانستان مقایسه میکنه. افغانستان مملکت بی‌بندوبار، قانون وجود نه، حکومت نه و به اصطلاح خودی از او مردمی وحشی، تمام خشونت و بدبختی کلش همینجا است. لیکن سال که آخر میشه خواهرها گپ نکنید دیگه، بینتون قصه نکنه. آمار هم میبینیم که آمار دزدی در امریکا زیاد است یا در افغانستان، رشوتخوری در اونجا زیاد است یا در اینجا، قتل نفس در اونجا است، خودکشی یا در اینجا. میبینیم که اونجا تجاوز سری آبرو و عزت مردم زیاد شده یا در اینجا. ایرا ما به صراحت گفته میتونیم که قوای امنی که یا میسازن نمیتونه جلوگیری از جنایات بکنه. چرا؟ امریکا در یک موقع حکومت فیصله کرد، قانونشان وقتی مضرات شراب دیدن خیلی زیاد، پارلمانش فیصله کرد که شراب نوشیده نشود. چقدر کمپاین کرد، دکترها لکچرها میداد، اوراق تبلیغاتی پخش شد، تمثیلها برای ازی جور شد، بعد از او جریمه سنگین مانده شد، بعد از او قوه مخصوص برای جلوگیری شراب نوشی مقرر شد. اما وقتی سال ختم شد، شرابی که نوشیده شده بود نسبت به سالهای دیگه چند بود؟ 1.5 چند شده بود. چند شده بود؟ 1.5 چند. لیکن زمانی که آیت میاد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بعد از او کسی هست که در یک خانه تاریک یک پیاله شراب نوشیده باشه؟ یک پیاله شراب. شما ببینید که دین چی فایده داره، دین چی اهمیت داره. دین امن در دنیا قائم میکنه، دین انسانیت در لباس خود، در لباس انسانیت باقی میگذاره. دین است که همه جنایات کنترل کرده میتونه. شما را کی کنترل میکنه؟ دمی رمضان مبارک دلتان شده که خب آب بنوشه، خب میوه بخوره، چه چیز است که شما را کنترل میکنه؟ راستتان بگوی، دینتان است، عقیده تان است. عقیده و دین شما را نمیمانه. خب دستت کار میکنه، صاحب مال هم خبر نداره، دکاندار در حسابی خطا میکنه 1 میلیون روپیه، 1 سال بعد 2 نفر میاد، امون نفرم کافر است، امون نفرم هندوست، لیکن مسلمان 1 میلیون روپیه را پس برش میگذاره، میگه ای اضافه آمده. چی چیزی را کنترل کرده بود؟ بگوی عقیده. دین ای را کنترل کرده بود. جلوگیری از جنایات، جلوگیری از تجاوز، خشونت، بدبختی، کلش یگانه چیزی که تضمین میتونه کیست؟ عقیده و دین است که حاملینش انبیاء علیهم السلام است. آمده به شریعت
تعلیم میده که جنایت از بین بره. یکی در افغانستان بینی بریده میشه، خشونت هاست، انگشتا قطع میشه، یا مردم دین میفهمه یا نمیفهمه، یا دین نفهمیده. این تالی را بیچاره با اسلام هیچ رابطه نداره، محض بگوی در خانه مسلمان پیدا شده، در تذکیرش نوشته شده اسلام، وگرنه این مردکه اسلام نمیفهمه. یک چند تا خواهرها آمده بود در مدرسه ما یک دفعه. خواهرای کدام خواهرها؟ خواهرایی که استخدام میشه توسط دلار. حقوق بشر به مردم در مدرسه ما به خواهرها تشریح میکرد. او خواهرها فعلا هم اینجا موجود است الحمدلله که شاهد باشند. لکچر دادن به خاطر حقوق بشر که این تو شوه، که این تو شوه، که این تو شوه. حقوق بشر. الحمدلله یکی از خواهرها الله در علمشان برکت پرته و دیگه به سیرت خواهرایی که قرآن و حدیث میخوانن دیگه الله برش قوت علمی نصیب بکنه، قوت دعوتی. گفت یک سوال دارم جواب میگی؟ یک خواهری ما انگشت بالا کرد گفت بله. گفت شما که این قدر حقوق بشر لاف میزنه، همین جنین هم یک بشر است یا نه؟ همین طفل که در شکم مادر است هم یک بشر است یا نه؟ گفت چرا نه؟ گفت خیر چرا سقط میشه؟ چرا سقط میشه؟ سری بشر تجاوز میشه. والی چالاکی میکردن، خدا میکشیدن. افغانستان قوی اجرایش خیلی ضعیف است، حکومت برحال نیست، امن نیست، چطور جلوگیری شود؟ ما برش صدا کردم که همشیریم گپی افغانستان نزن، خواهر گرامی ما گپی امریکایی تا بزن که صوبکی نفرای شاروالی از زبالیدانی ها چقدر اطفال سقط شده را جمع میکنه، از اونجا نبرم گپ بزن. اونجا خو قوه است، اونجا خو حکومت است، اونجا خو به اصطلاح شما حقوق بشر است، امن است. حالی چرا تجاوز به بشر میشه؟ حالی بیچاره لاجواب شد. من از پیشی سوال کردم که خواهرم تو حالی جواب بگو که وقتی اینمی امنا، اینمی قوه ها، اینمی مدعیین دروغین نمیتونه جلوگیری از حقوق بشر بکنه، چی تجاوز بالای حقوق بشر بکنه، خیلی چی چیز است که ضمانت کنه که تجاوز از حقوق بشر بکنه؟ او بیچاره خیال نداشت، چرا که استخدامی بگوی چند دلار بود. من برش گفتم یگانه چیزی که جلوگیری از تجاوز حقوق بشر میکنه او عقیده او چیست؟ نظام الهی است. عقیده است که انسان نمیگذاره که تو کاری غلطه بکنی. کدام عقیده است؟ و بالآخرت هم یوقنون، و با آخرت یقینا آدم یقین داره. سبا پیش میشم صحیح است که آدم قطمه مقابله نمیتونه. این زمین از این مردک است، من شناسم دارم، رویدارم هستم، وزیر و وکیلم هستم، زورم دارم، دماکمم برده میتونم، لیکن سبا رفته نیستم، پیش الله پیش شده نیستم. الله متعال سوال میکنه به کدام نظام عقیده داشتی؟ آیا در این روز باور داشتی یا نداشتی؟ چرا؟ بس اوقات شما اگر حقیقت دین بفهمی، شما باور به الله بکنی مردمایی که زور و ظلم میکنه، غصب و زمینا را غصب کرده، حقوق مردم تلف میکنه، من یقین به الله بکنه از یا کرده بیعقل ترین اشخاص دیگه کسی نمیبینه. چقدر زنده استی؟ 100 سال زنده استی، 100 سال کل دنیا فقط ده بگوی اشاره انگشت چرخ بخوره، آخرش کجا روان استی؟ برای تو باقی میمونه. کسایی هستن که سالا محکمه را دعوا کردن، لیکن بچه قمارباز پیدا شده یک روز کلش چی کرد؟ در دو زد. لیکن جواب ای آدم داده رو ایسته. ای آدم چی شده برد؟ قرآن کدام عقیده را برای ما بیان میکنه؟ کاش که این عقیده در قلب ما جا بگیره. اگر این عقیده در قلب ما جا گرفت، هر کدام ما اصلاح شده استیم قطعا. من میفهمم این موبایل از ماست یا نه، قطعی موبایل باید چی بکنم؟ آزار بدم؟ نه. کی منع میکنه از همی گپ؟ مرا فقط عقیده منع میکنه. باورهایی که توسط دین الله برای ما گفته شده، این باورها مرا نمیگذاره که من ادناترین سخن زشت به کسی بگویم. چی جای از که سر تمام حقوقی از او نعوذ بالله سلطه بندازم و تجاوز بکنم. متقین اینمی را میگه. زمانی که سر آخرت یقین پخته نداشتیم، باز دعوا نکنی که ما متقین هستیم. گاهی اوقات ما و شما میگیم یاران جنتی هستیم دوزخی. هر کس میفهمه. روزمره عملی تا که از صبح شروع کردی تا شام،
راستی تا بگو که عمل جنت بود یا عمل جهنم، کدامش بود؟ تو خودت محاسبه کو قطعی، خصوصا وقتی که خواب میکنی. حلال خورده ای حرام، راست گفته ای دروغ، غیبت کرده ای یا صفت، نماز خوانده ای یا ترک نماز، چی کرده ای؟ آزار داده ای یا نیکی همدردی کرده ای؟ کدامش کرده ای؟ حساب و کتابت امرای خودت است و خودت محاسبه میتونی. امتیاز و خصوصیت نظام الهی اینمی میباشه. الله که انبیاء علیهم السلام روان میکنه، بشریت توسط عقیده کنترل میکنه. توسط عقیده پیغمبر اردوی ملی داشت، پلیس ملی داشت، واکنش سریع داشت، دفتر و دیوان زیاد داشت؟ هیچ نداشت. رسول الله مجمعه داشت، قرآن تدریس میکرد، تعلیم میداد، مردم عقیده و فکر میداد. از امو خاطر غامدیه رضی الله عنها، ماعز رضی الله عنه، دو صحابی زنا کرده، هیچ کس غیر از الله از پیش خبر نداره، لیکن دویده یا رسول الله را میگه یا رسول الله ما را پاک. و زن دیگه که میایه حامله است، رسول الله برش موقع میده که برو تو حمل داری، آلی تو سنگسار نمیشی، حمل وضع کو. حمل کی وضع میشه باز میاد، این فرصت و موقع را ببین. باز برش پیغمبر میگه که طفل مستغنی شو از شیر، باز میره زمانی در پیش رسول الله میاد که طفلش چیسته بگه پرچه نان در دستش است. چی چیز باعث بود؟ باعث عقیده چی بود؟ آخرت. رسوایی دنیا را، ننگ دنیا را، تکلیف دنیا را، مصیبت دنیا را، رنج دنیا را کلش سری خود قبول داشت، خو لیکن چی را سری خود نمیپذیرفت؟ عذاب. اینی طور فکر رسول الله داده بود. این دین اینمی قسم انسان را جور میکنه. ولی افسوس است که ما نه در مدرسه دین نشستیم، نه مدرس دین پیدا کردیم و نه با دین آشنایی پیدا کردیم که دین در قلب ما جابجا میشد. اگر دین در قلب ما جابجا میشد، امروز نه خشونت بود، نه بدبختی بود، نه جنگ بود، نه جدل، نه انفجار بود، نه خودکشی بود، نه زور بود، نه ظلم بود، هیچ چیز نبود. مرا یک دفعه دوزه بردن، یک دفعه خمنیت بردن، یک دفعه پیش دوزه بردن. عامر صاحب دوزه آدمی هوشیار بود، گفت مولوی صاحب عامل همی تمامی بدبختی ها اگر مختصرا برام جواب بگویی. من گفتم نفهمیدن بگوی اصل حقیقت دین. کل جنجالا و مشکلات ما از نفهمیدن حقیقت دین است. تو حقیقت دین نفهمیدی، من نفهمیدم، مردم هم نفهمیده. هر کس به خود تعبیرات دینی داره، خود بالا میتراشه. اینه تو مرا آوردی، از کجا آوردی؟ کاش که در جای مخ یک شراب خور مثلا بیاری که بشانشه که تو شراب خوردی. چرا خوردی؟ تو سود خوردی، چرا اینطور کردی؟ تو شبکه غلط جور کردی، تو بانک سودی را باز کردی، بنگی برالا، تو رقاصه خانه، این جوانا از بین میره. تو شبکه اینترنت فعال کرده، هر نوع فیلم دیدن جایز است، حتی از طریق حکومت برد امی قدر پابندیم نیست که یک لین قطع باشه. لیکن مرا که درس قرآن میدم مرا حاضر میکنی. خیر ما امروز آوردی، صبا عقده نمیگیرم، باز خب پیشی من تو معرفی میشی که سرسختترین دشمن اسلام تو بوده. دیگه مجبور هستم که باز دکو برم، شما نمیمانی ما را. کاش که در جای ما یک کسی دیگری تعقیب شود، کسی که جنایت میکنه. اینی گپ است. هوشیار آدم بود، واقعا معذرت هم خواست، ما را عزت هم کرد. پس گفت مولوی صاحب بسیار بخشش میخواهیم، بسیار بخشش. حقیقت امر همیطور است، واقعیت امر همیطور است، امروز همونطور است. اگر ما اسلام به مفهومی درستش بدانیم، نه جنجال است نه کشکال. افسوس است که ما جنایات خود میکنیم، لیکن ملامتیش سر نظام اسلام میپرتیم. خودی ما دریور نیستیم، ملامت موتر میکنیم که موتر نمیره در راه. و مردکه یاد نداری، دریوری نمیتونی. موتر خب لکس موتر است، اما تو موتروان نیستی. اسلام خب اسلام است، خب نظام است، اما ما مسلمان نه خود عمل کردیم و نه چهره بگوی خیلی ارزشمند اسلام به دنیا پیش نکردیم که دنیا میدید اسلام می آورد. ما همیشه چهره خشونتبار زشت اسلام نعوذ بالله تمثیل دادیم. او مردم که ما را میبینه وحشت میکنه، از اسلام وحشت میکنه، میگه اسلام وحشت.
اسلام وحشت. حالا که اسلام تضمین کننده امن، اسلام تضمین کننده حقوق انسانی، اسلام تضمین کننده فضای صمیمیت و محبت. اسلام اینطور نظام است، کلگی زیر یک قانون الله میره. فرق فقیر و غریب، غنی و بگه مالدار و بچه دار و بی بچه نمیشه، کلگی زیر یک قانون الله میآید. الله نصیب ما بکنه. و بالآخرت هم یقینون، با آخرت خصوصا یا یقین داره، یقین که پیدا شوه. این پنجم صفت متقین است. ولی الله متعال چی میگه؟ اولئک علی هدی من ربهم، این امی طایفه منعم علیهم است که با کتاب الله رابطه پیدا کرده، دو پاداش الله برش میده. مشخصات و صفاتش براتون بیان کرد، ولی دو پاداش میده. انسان در دو جای نیاز داره، یکی در دنیا نیاز داره، یکی در آخرت. در دنیا کدام نیاز داره؟ امروز که ما چرت بزنیم، نیازهای مادی انسان خیلی زیاد است، اما نیازهای مادی انسان به او اندازه نیست که انسان بیخی از بین ببره. اما نیازی عقیدوی، نیازی روحی انسان بسیار مهم است. چرا؟ اگر یک زخم در بدنت پیدا شود، نقصان پیدا شود، علاجش تو میکنی، یک چند وقت درد میکنه، باز جور میشه. اگر لااقل جور نشد، همونطور کاهش میموری، از دنیا میری، خواهی دردا ختم میشه، از بین میره. اما اگر نقصان در عقیده و هدایت پیدا کردی، دیگر نه تنها در دنیا در آخرت هم تباه میشی. از او خاطر نیازمندی انسان به هدایت خیلی زیاد است. الله اگر توی مشخصات و صفات پیدا کردی، اول پاداشت هدایت در دنیاست. چی میگه الله؟ اولئک موصوف به این صفتا، کسی که دارنده صفت است، اینمی گروه علی هدی، بر هدایت هستند. بر هدایت هستند. هدایت در زیر کنترلشان است. زمانی صفتا را پیدا کردی، هدایت تابع توسته. مثل که سر یک مرکب سوار هستی، هر طرف که روخش میکنی، زیر اراده تو، فرمان تو حرکت میکنه. انسان وقتی صفتا را پیدا میکنه، قدرت الله، وقتی که محبوبیت دین الله در قلبت پیدا شوه، حالی نشستنت، خیستنت، خوابت، دوستیت، کلش مطابقی چی میگرده؟ دین میگرده. همیشه برات آسان میشه. اگر ما سر دین الله غیرت کنیم، امو دین برات آسان شده میره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه های هدایت الله برات باز میکنه. این الله خود میگه. کدام هدایت؟ هدایت ها خود گاهی از طرف انسان راهنمایی میکنه، لیکن در مقصد تو را نمیرسانه. این هدایت از جانب الله است. من ربهم، او هدایتی که از جانب کیست؟ پروردگارشان است. و اولئک، در آخرت چی نیاز داریم؟ اوجا کامیاب باشیم، در جنت بریم، تکلیف ها مصیبت ها از ما دور باشه، سوال و جواب مناقشه قطمان نشوه، جهنم داخل جهنم نشویم، در پل صراط تیر شویم. الله میگه و اولئک، این امی مردم ها هم امی مردم ها، نه کسی دیگه، المفلحون، در منزل و مقصد خود رسیده است. مفلح کسی، فلاح دیقانه میگه، زمین قلبه میکنه به خاطر که دانه چیزی را بکاره از او به دست بیاره. اینمی مردم ها در دنیا عمر خدا اینمی قسم تیر کرده، چیزی را کاریده، کلش در دست آورده، فلاح و کامیابی نصیبی ازی شده. چقدر سرمایه بزرگ الله بر ما نصیب کرده ی عمر ما را. فرق کنی عمرتان، امیال خودتان، امی لحظه درس قرآن مقایسه کنی با او لحظه که یک روز در ساز و سرود در فرهاد دریا نشسته بوده. اردو لحظه را با هم مقایسه کنی. کدام لحظه هر لحظه برای خود ثمره و نتیجه داره، برای خود ارزش و بگه عدم ارزش داره. کدامش هسته؟ انسان در اختیار خود است. الله تو را مختار پیدا کرده، امکانات برات داده، کدام راه را تعقیب میکنی؟ کاری خودت است. خدا در فلاح میرسانی؟ نمیرسانی، کاری خودت است. الله متعال در این دل یا در این جماعت ما و شما را هم داخل کنه. ان الذين كفروا سواء عليهم مغضوب عليهم، دوم طایفه مغضوب علیهم است. یک، یا هر حرکت حق که پیدا میشه، سه طایفه در مقابلش حتمی است. حق که میپذیره به دل و جان تسلیم میشه. دوم مردمی است که صراحتا خلاف ورزی میکنه، نمیپذیره. امی دوم طایفه است. ان الذين، یقینا کسانی که کفروا انکار کردن،
از پذیرفتن حق، از دعوتی که الله متعال توسط پیغمبری خود روان کرده بود. و دعوت در سر فرستش اول لا اله الا الله بود. اولین دعوت رسول الله به قوم خود، به کفار مکه و مشرکین مکه چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگوی که بگوی حاکمیت تشریعی، قانون سازی، بگوی حق بندگی فقط و فقط برای کیست؟ الله هست. شما کامیاب میشی. آزادی، ایره مردم آزادی میگه، دموکراسی را آزادی نمیگه. دموکراسی آزادی مطلق است، یعنی آزادی تمام خواهشات، هر چیزی که دلت میخواه. این سبب هلاکت انسان است، سبب هلاکت انسان. اگر تنها در مسیر سرک ترافیک یک کمی قانونگذاری نکنه، سمت موترا را تعیین نکنه، همون تو آزاد بگذارشه، در روز چند حوادث ترافیکی میشه. معلوم شد که آزادی مطلق سبب فنا و نابودی کی میشه؟ انسانیت. بلکه قیدگیری در حد و اندازه باید باشه. قیدگیری که نه ضروریات تو را مانع شوه و نه سبب هلاکتت شوه. ابی قیدگیری را تعبیر به اسلام میشه. دموکراسی سبب هلاکت است، تو را مطلقا آزاد میگذاره. اسلام تو را در جایی که مناسب است برایت قید، امو قید برات وضع کرده. در جایی که چیست؟ مناسب است. غریزه جنسی را چه قسم باید پوره کنی؟ با 100 نعوذ بالله زن رابطه داشته باشی یا یک زنی که مسئول باشه؟ کدامش باشه؟ مقایسه کن. آیا عقلت حفاظت کنی یا نه؟ عقلت به جای باشه یا نه که بی جای باشه؟ یک ساعت تو بیهوش باشی خوب است یا بهوش باشی؟ اسلام برات میگه شراب نخور، لیکن دموکراسی و آزادی برات میگه بخور. این تباهی است. بعد امیق فرقا را بتانیم. الله متعال اینجا کفار که از حق انکار کرده، از دعوت حق، چی میگه؟ سواء علیهم، برابر است بالایشان، بالای کفار، کسایی که از دعوت حق سرپیچی کرده نپذیرفته، علنا برابر بالای ازواست. بالای تو نیست پیغمبر برابر، بالای ازوا برابر است. انذرتهم، اگر تو بیم بدی یاره. انذار میگه بیم دادن به کمال شفقت و دلسوزی. پیغمبرای تو نامده که دزداواری کسی را ترسانده باشه. مثل که یک پدر بچه خود از لب تنور نزدیک شده ناگهان خیز میزنه، الله بچه محکم میگیرشه. چرا؟ دل سری بچه خود میسوزه که آلبی افتاده آتش. اینی را انذار میگه. بچه خود ترساند، خود لیکن چه رقم ترساند؟ از کمال دلسوزی، یعنی که نعوذ بالله از روی که هیچ دلش سرش نسوخت، از روی دلسوزی. انبیاء علیهم السلام که مردم بیم میده از عذابای الله به کمال دلسوزی. کمال دلسوزی را به خاطر میگیم شما الله دعوتگرا بسازه، زندگی ما را الله کل زندگی ما در دعوت تیر شوه. از او خاطر ما به این امر سخت نیاز داریم، سخت ضرورت داریم. آنقدر دلسوز باشیم سری مردم. زمانی که دعوت میدیم هیچ پرسان نکن، چرا که یکی از صفات ممتازی انبیاء علیهم السلام چی بوده؟ بیم دادن با دلسوزی بوده. دلت میسوخت. امو آدم پیشت قدر داشته باشه، قیمت داشته باشه، ارزش داشته باشه و دلت سرش بسوزه که اینی آدم در راه خطا روان است، ما میخوایم که ایره در راه ثواب بیارم. از او خاطر به کمال دلسوزی دعوت بده. پیغمبر به کافر مشرکم به دلسوزی دعوت داده. انذرتهم، اگر تو بیم میدی به کمال دلسوزی، ام لم تنذرهم، یا تو بیم نمیدی، لا یؤمنون، ایمان نمیاره. چرا ایمان نمیاره؟ وجهش چی است؟ ختم الله، مهر مانده، مهر نهاده الله علی قلوبهم، بالای دلهایشان، و علی سمعهم، بالای گوشایشان، و علی ابصارهم، بالای نظرایشان، غشاوتن، پرده هاست. و لهم عذاب عظیم، برای از یا عذابی بزرگ است. خیلی خوب. مشخصاتی طایفه کدام مردم است؟ کسایی که مقابل قرآن است، قرآن آمد، یک طایفه قبول کرد، من عمله هم شد، الله دو پاداش برش داد، در دنیای هدایت، در آخرت فلا. دوم طایفه صراحتا انکار کرد از قرآن، نپذیرفت
مشخصاتش چی است؟ هر قدر که تقریر تبلیغ میکنی هیچ سرشان کار نمیکنه. مشخصاتش سرپیچی و هیچ سرش کار نمیکنه. خود نمیکنه. دو پاداش الله برش میده در دنیا مهر مانده شد، دیگه قابلیت پذیرش الله از قلبشان گرفت. امکاناتی که الله برش داده بود یا غلط استفاده کردن، عالی او دیگه اثر نداره. ای در دنیا. در آخرت برشان عذاب عظیم است. عذاب عظیم در آخرت برشان است. کسایی که کفر ورزیدن، کسایی که کفر میورزه، کدام کفر است؟ چی رقم کفر است؟ انکار میکنه لیکن عنادن. اگر این مردم عناد نداشته باشه، ضد نداشته باشه، میپذیره. ابو جهل، ابو لهب، ولید ابن مغیره، عقبه چیسته؟ شیبه، یا حقانیت دین رسول الله را میشناختن یا نمیشناختن؟ میشناختن. تعجب است در یک موقع ابو جهل ابن هشام و یکی دیگه 3 نفر در پشت خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم می رفتن صوبکی، که پیغمبر صوبکی در نماز قرآن تلاوت میکرد یا این قدر فرفته بود که ابی را بشنوه. یک شو ارزششان یک جای میشه. چی میشه؟ ارزششان یک جای میشه. باز یکی دیگه خودم علامت میکنه که اینجا دشمنی میکنه، اونجا میشنویشه. بین خود تعهد میکنه که خیر دیگه نمیایم. شوی دیگه که میشه هر کدامش در دل خود میگه که تعهد شده، او نمیره، ما میرم. هر 3 شان باز آمده. هر 3 شان یک دفعه ما بین خود دیگه بیخی ما بین خود دیگه بدگویی کرده که راستی والا ما او طرف دشمنی میکنیم، او قدر اهمیت باید ندیم. شوی 3م که شده باز خودشان میگه که والا تاکیدات زیاد شده، او نمیایه، من میرم. باز که میایه شوی 3م ارسیشان میایه. بعد از این ما بین خود زن طلاقه و مچم چقدر شرایط سخت وضع میکنه که باز نمیایه. کتاب الله کشش داشت، جاذبیت داشت، درک میکرد. ولید ابن مغیره بسیار آدم هوشیار بود، عقلمند بود. ایرا گماشته بودن دیگه کفار که در مورد قرآن یک چیزی را جور کو که ما بگوییم، یک لقب بگذاریم که مردم منش شوه. او مردکه که قرآن شوریده بود پس گرفته بود، گفت در مورد قرآن چیزی گفته نمیتونی. آخر که چرت زد گفت سحر برش بگوی، دیگر را نداری، دیگر رای خلاصی نداره، سحر برش بگوی. این کفار میدانستن که این نظام و این دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم چی است؟ حق است. لیکن از روی ضد و عناد نپذیرفتن. چی نکردن؟ برای ما قرآن بیان کرد که ضد و عناد اولین دشمن حق جویی یک چیست؟ انسان است. کدام انسانی که دنبال حق میگرده کی ده حق نمیرسه؟ اولین چیزی که ایرا مانع حق میشه چیست؟ ضد و عناد است. امروز در درس قرآن کدام مردم حاضر نمیشه که ضد و عناد داره؟ او ما و شما در تفسیر سوره فاتحه گفته بودیم که اولین شرط حق جویی و حق طلبی چیست؟ انابت چی را گفته بودیم؟ ترک چی را؟ ضد و عناد. که ضد و عناد ترک کنیم. ضد و عناد یک پرده است. قلب فرا گرفته در اندیشیدن نمیگذاره، گوش محکم گرفته در شنیدن نمیمانه، چشم پرده گرفته در دیدن نمیمانه. راههایی که انسان میتونه به حق برسه چند است؟ 3. اندیشیدن است توسط دل، شنیدن سخن حق است بگوی، و دیدن راه حق است. وقتی که این 3 را پرده بگیره میتونی که تو حق پیدا بکنی؟ نمیکنی. قرآن کریم چه تعبیر زیبایی داره. الله بر ازیا امکانات داده بود، لا اقل به قلب خود می اندیشید که می دعوتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میده، این دعوت چطور است؟ ارزش داره نه؟ فایده داره یا نه؟ مفاد و منفعت بری ولس است یا نه؟ پیشتر ما و شما خلاصه کردیم بزرگترین هدف اسلام و فایده اسلام چیست؟ قایم شدن چی؟ امن و اصلاح شدن هر فرد در هر گوشه، در هر جای. هر جایی که تو هستی
توسط عقیده اسلام تو بالکل درست میشی. این فایدهش است. انسانی که فکر بکنه درک میکنه، لیکن تو فکر نمیکنی. لااقل به دیگران خود گوش بگی که به دیگران چی برات میگه، از یا چی قصه میکنه. هر روز خواهرت، همسایت، برادرت، بچه کاکا و مامایت میایه که تو بیا کرای تمام میدم، قطمه به عزت برو، 3 ساعت است میریم در ترجمه قرآن کریم، لیکن تو چی میکنی؟ نه نه نه، ما و گپا را نمیشنوی. نه نه نه، او مردکه عقل پیشت است، ضمیرت پیشت است، اختیارت پیشت است، بیا بیشی بشنو، باز قبول نکو، باز نکو قبول. خو یک مرتبه خو تو اینجا بیا، لیکن نمیشنوی. خیلی خوب، خیر است در شنیدن هم آماده نیستی. امی آدم که من هر روز دعوت میده تو باش که امی حرکات ازیر خو یک کمی تعقیب بکنم. ولی آدم 5 وقت در صف اول تکبیر اولا حاضر است، 5 وقت نماز اینطور نماز میخونه که پرسان نکو. اوه امیر خو میبینم تا که اینمی عقیده و امی فکر پیدا کرده، من در این یک بگه اثر منفی را نمیبینم، عمل منفی را نمیبینم. از این معلوم میشه که ای آدم در یک جای خوب میره. لااقل الله خود دید بر داده. تا دین روز ریش کل بود حالی میبینی که این ریش. تا دین روز ای آدم میدیدی که دو دشنا میداد حالی به هر کس اخلاق زیبا. تا دین روز صبح بخیر و شب بخیر میگفت حالی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مصافحه میکنه. الله اکبر. پس وقتی که یک انسان این 3 امکانات بزرگه، این 3 وسیله حق طلبی و حق جویی را غلط استفاده کنه، استعمال کنه، او چطور حق پیدا بکنه؟ مشرکین مکه هر 3 وسیله ممکنه خدا با جا استعمال کرد یا بیجا استعمال کرد. خیر که بیجا استعمال کرد، الله چرا میگه ختم الله علی قلوبهم؟ الله خود مهر مانده، گناه از او چیست؟ نه، این موبایل در اختیار ماست، اما وقتی که همی اوکی کردم سیگنال تیر شدن در اختیار ما باقی میمانه یا نمیمانه؟ نمیمانه. که تکمه اوکی را زدم سیگنال چی میشه؟ تیر میشه. تا که ما سیگنال اوکی نکردم سیگنال تیر نمیشد. خب که اوکی کردم سیگنال در اختیار ما نمیمانه. اعمال انسانی امی رقم است. ما و شما در اعمال خود امی رقم هستیم. در اول اختیار کسب داریم. خود زمانی که عمل در سر رسید، چیزی که سر ازی مرتب میشه یا به اصطلاح فعلی ما تولید میشه، و تولید در اختیار ما نیست. اگر کسی عقل خدا، گوش خدا، چشم خدا غلط استفاده کرد، حتما اثر منفی و غلط سرش چی میشه؟ مرتب میشه. چی میشه بگه؟ مرتب. از او خاطر الله متعال که ما را عذاب میده، سری امر اختیاری ما میده، نه در غیر اختیاری. این مردم الله قلب داده بود یا نه که بیندیشه؟ این مردم الله گوش داده بود که بشنوه یا نه؟ این مردم چشم داده بود که ببینه یا نه؟ داشتنام، لیکن وقتی کار و استفاده صحیح از پیشش نگرفت، مثل که یا هیچ نداشتن شد. از او خاطر این ختم الله علی قلوبهم میگه. در قرآن کریم ختم هم ذکر شده، تبع، لفظ تبع ذکر شده، بل ران علی قلوبهم. در بعضی جا میگه فی قلوبهم اکنة یفقهوه. در قلبای از یو چی هسته؟ پرده هاست که فهمی قرآن بتانه. در بعضی جای میگه و فی قلوبهم وقر. در قلبای از یو گرنگی و سنگینی است. اینمی گرنگی سنگینی پرده ها، این پرده های حسی نیست، گرنگی حسی نیست. گرنگی و پرده های چی است؟ معنوی. او کدام بودم و معنوی؟ زد، بگوی زد و عناد بود. زد و عناد یارا نگذاشته بودم که تأمل کنه، ببینه، بشنوه. از او خاطر الله میگه که ختم الله. پس معلوم شد اگر انسان از این امکانات دست داشته خود در جای درست استفاده نکرد، او را در غلط استفاده کرد، خود به خود نتیجه بگه مرتب میشه. اگر ما زبان خود در قرآن چی کنم؟ استعمال کنم، 1 روز، 2 روز، 3 روز، آنقدر در قرآن کریم تکرار میشم که هیچ پرسان نکو. اگر نه که زبان در بیتخانی شروع کردم، باز دیگه بیتخانی اول نمره جور میشم یا نمیشم؟ جور میشم. چرا که الله متعال اثرات امور رقم مرتب کرده میروه. چه قسمی که تو خودت
بگوی امو راه را تعقیب کرده رایستی. این در اختیار خودت است. ابن قیم رحمه الله او یک مثال میده، میگه اسب تا وقتی که جلوش در دست توسته در کنترل توسته میدوانیشه، بستات میکنی یک طرف روخیش میگردانی دیگه طرف روخیش میگردانی. اما اگر جلو کنده شد و تو خوب هم چی کرده ای؟ بگوی اسب چوکه کرده ای، خوب زده ایشه، خوب میدوم و جلو هم کنده شده. این حالی اسب در اراده تو هست یعنی که از اراده تو خارج شده؟ خارج شده. او میگه گناه ها کردن یک دفعه، 2 3 4 5 10 همینطور پیش روان هستی، در سرحدی میرسی که اونمی کنترل از تو دیگه قطع میشه، باز تو مهارش گرفتن نمیتونی. هر قدر که گناه را پیش رفتی یک وقت در سرحدی میرسی که تو باز نمیتونی گناه تا کنترل بکنی. از او خاطر در حدیث هم پیغمبر علیه السلام میفرمه که قلب انسان صاف است، زمان یک گناه میکنه یک نقطه سیاه داغ، یک داغ سیاه دی میچسبه، اگر توبه بکنی امو داغ از بین میره، پس قلب صاف باقی میمانه. عالی قابلیت پذیرش هر چیز داره. اگر نیکی نه گناه دوم کردی، نقطه دوم نقطه سیاه دیگه در پالیش میه، سوم و چهارم و پنجم سیاه شده، زمان میرسه که سفیدی قلب مکمل چی شد؟ سیاه میشه. عالی این قلب قابلیت و اهلیت پذیرش چی میکنه؟ از دست میده. چرا؟ کل سیاه شد دیگه چیز نمانده. این امیر تعبیر به چی میکنه؟ ختم قلب میکنه. اصلا عاملش خود انسان است، کاسبش خود انسان است، اما به مرور زمان و به سلسله پیشرفت در زمان میرسه که دیگه چی میشه؟ مور و لاک میشه. چی میشه؟ ختم. عالی مور و لاک است. مثل که ما شما یک قطی را میگیریم مور و لاک میکنیم که کسی با باز نکنه. این جمع امی قلبای نعوذ بالله که غلط استفاده شده در سرحد میرسه که مور و لاک میشه. عالی که مور و لاک شد چی میشه؟ هر قدر تقریر، تبلیغ، بگوی نصیحت سرش نو تاثیر نمیکنه. الله متعال اینجا صفات امی مردمی که منکر حق بودن، قرآن نپذیرفتن، علنا سرپیچی کرد، مشخصاتش بیان کرد که یا عناد و ضد داره. هر قدر که سر از یا بیان میکنی هیچ تاثیر نمیکنه، ایمان نمیاره. خیر نتیجه دنیایش چی شد؟ قلبایشان مهر لاک شد، دیگه امو قابلیت از دست داد. الله به هر انسان قابلیت داده، لیکن یا قابلیت خود ختم کرد. نتیجه آخرتش چی شد؟ ولهم عذاب عظیم، برای از یا عذابی بزرگ است. چقدر بزرگ است الله میدانه. در گوش و در قلب ختم گفت که او مورولاک شده، اما در نظر پرده ها را گفت، چرا که همیشه مانع نظر پرده می باشه و اونجا مهر گفته. در اینجا گپ دیگه است که الله پیغمبر میگه که این الذين كفروا سواء علیهم، کسایی که کافر شده برابر است بالایشان. پیغمبر خود گفت که یا ایمان نمیاره، باز چرا پیغمبر میگه که دعوت برش میده به مشرکین مکه؟ این برابری سر کفار بود. کفار برشان برابر است که بی میدی نمیدی ایمان نمیاره، اما بالای پیغمبر خود برابر نیست. پیغمبر هر مرتبه که دعوت میده الله برش چی میده؟ اجر میده. الله برش اجر داده رویسته. از او خاطر عمل رسول الله ضایع نمیشه، اگرچه نتیجه و ثمره سر دعوت رسول الله مرتب نمیشه. چی درس میده یا آیت برای ما؟ برای ما و شما حوصله مندی میده. برای ما و شما این درس میده که کسی را دعوت دادی و نپذیرفت مایوس نشوی و نگویی که من این دعوت دادم دعوتم نتیجه نداد. نتیجه داده. الله در مقابل دعوت تو بری تو اجر داده، عوض تو را داده. او طرف جدا موضوع است، تو کاری الله متعال است که هدایت نصیبش میشه یا نمیشه. از او خاطر وقتی که طور گپ باشه که عمل ما و دعوت ما هدر نمیره، ما در دعوت خود مسلسل جاری استم، ترک نمی کنم. از همون خاطر است یکی از حربه ها یا وسیله که ابلیس لعین همیشه استعمال میکنه در مقابل دعوتگرا امی است. دعوتگر که 4 روز در کسی دعوت داد و نپذیرفت، یک دفعه دل سرد میشه، باز بیخی دعوت ترک میکنه. ملای مسجد ما که 4 روز ترجمه بگویه مردم برش نشینه، باز لیستی بند میکنه، ترجمه را دیگه نمیگه. این اصلا حربی
چی است؟ ابلیس است. ابلیس این وسیله را استعمال میکنه، تو را مایوس میسازه، میگه چی فایده؟ نه، تو دوام داده برو. اگر برای شخص دیگه، شخص مدعو فایده نداره، به شخص خودت خود چیست؟ فایده وجود داره. تو دعوت داده رایستی، الله برات اجر داده رایسته. از او خاطر ما دعوت گاهی هم ترک نکنیم. به گپای ما کسی راهیاب میشه یا نمیشه، این موضوع علیحده است. اگر ما دلسوز بودیم، اگر ما توهین نمی کردیم، اگر ما اخلاص داشتیم، اگر ما اسلوب و طریقه دعوت خوب می شناختیم، انشالله دعوت ما بی نتیجه هم نمیمانه. اگر نه که نمیده نتیجه، حتما در یکی از وسایلی که ما در کار میپرتیم نقصان وجود داره. یا در قلب ما اخلاص نیست، یا دلسوزی نداریم، یا نعوذ بالله توهین و تحقیر را میکنیم، یا زشت رویه میکنیم، یا اسلوبی صحیح را یاد نداریم، حتما یک نقصان وجود داره، وگرنه الله در او حتما اثر میگذاره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الله میگه که تو دعوت میدی، اینطور نیست که اونجا اثری چی نداشته باشه، کمی اثر خود داشت، خودی که ایمان نمی آورد. اثرش نمی قدر بود که شنیدن قرآن کریم آرزو و آمالش داشتن که باید بشنوه، اثر داشت، لیکن ایمان که نمی آوردن، از روی ضد و عناد بود. و من الناس من یقول، بعضی از مردم کسانی هستند، این طایفه سوم است. حرکت حق دنبال خود سه طایفه داره. یکی مردمی که اول حق میپذیره، دوم مردم مخالف صراحتا آشکارا، ایره کفار مجاهر هم گفته میتونیم، یا اینقدر خطرناک هم نیست. الله متعال تمام معامله کفار در 2 آیت خلاصه کرد، خیر و خلاص، دیگه مشخصاتش هم برای ما زیاد بیان نکرد. اما طایفه سوم در برابر حق همیشه طایفه منافق می باشه، یا خطرناکترین طایفه برای راه حق می باشه. چرا؟ به خاطر که مردم مار آستین است، بزدل هستند، نه اظهار ضمیر خود میتونه که صراحتا مخالفت تو را بکنه، و نه اینطور میتونه که نه بدل و جان بیا قطع تو یک جا شود تسلیم شود. از او خاطر بسیار ضررناکترین طایفه برای پیغمبر علیه السلام طایفه منافقین بود در مدینه منوره، که اکثریت از او را یهود تشکیل داده بودند. اما یهودی که از فلسطین کوچ کرده آمده بودند به این خاطر که امتی رسول الله بگرده. اما امروز که وقتی نبوت در عرب آمد، محمد رسول الله پیغمبر شد و او قابل قدر و قابل پذیرش در پیش اوس و خزرج گشت، دکانداری از یا بسته می شد، اینجا راه نفاق در پیش گرفتن. در ظاهر می ترسیدن که همین مسلمان ها شاید زورشان زیاد شود، ما باز اگر ایمان نمیاریم کلی ما تباه میشیم، از او خاطر در زبان اظهار ایمان ظاهر میکردن، اما دلشان ایره نمیپذیرفت که چی حقیقتا ایمان بیاره. چرا؟ به خاطر از اینکه او طرف هم راست داشتن که مسلمان ها چند نفر است، شده میتونه کفار یک دم جمع شود، یا را گیله میشور داره، باز ما مسئول باقی نمیمانیم. از او خاطر همیشه منافقین مردمی چی میباشه؟ بزدل میباشه که اظهار ضمیر خود کرده نمیتونه. قرآن کریم در 13 آیت مشخصات امی منافقین برای ما بیان میکنه. البته منافقین زمان پیغمبر علیه السلام اینطور نیست که تنها او وقت منافق بود، حالی نیست، حالی در طول تاریخ منافق موجود میباشه. فرق منافق زمان پیغمبر همی بود که با پیغمبر علیه السلام توسط الله منافق معلوم شده بود، به ذریعه وحی که اینی منافقین است. با ما و شما منافقین معلوم نمیشه مگر به علامه. یکی منافق عقیدوی است، یکی عملی. منافق عقیدوی در زمان پیغمبر موجود بود به خاطر که به ذریعه وحی معلوم میشد، اما در زمان ما و شما منافق عقیدوی را معلوم کرده نمیتونیم. چرا؟ قلب مردم برای ما و شما بگه معلوم نیست. از او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث منافق علاماتش بیان میکنه. علامت المنافق چی؟ 3: اذا حدث کذب و اذا اؤتمن بگه خانه و اذا وعد اخلف. زمانی که وعده میکنه مخالفت میکنه. یا علامات نفاق است. علامات نفاق پیغمبر علیه السلام به این خاطر میگه که مؤمن اینطور خصلت‌ها و صفات‌ها را در وجود خود پیدا نکنه. چرا؟ اگر یک خصلت از این کسی پیدا شود او منافق عملی گفته میشه، یعنی در عمل منافق است، اگرچه در عقیده منافق گفته نمیتونیم. حالی قرآن کریم موضوع از یارا بیان میکنه
مشخصاتی از یاره، بعد از اون نتیجه دنیوی و اخرویشه. و من الناس، بعضی از مردم، اشاره میکنه الله متعال که زیاد نیست، خیلی که مردمی کم است، همین یهود بودن. منو کسی است یقولو که میگوید آمنا بالله، ما ایمان داریم به الله و بالیوم آخر، به روز آخرت، یعنی به زبان میگه که ما ایمان داریم. و ما هم بمؤمنین، نیست این مردم مؤمن در قلب، از نگاه تصدیق قلبی مؤمن نیستن، تنها در زبان گفته. یهود میفهمی دمی حالتی که اقرار میکنه بسیار تلاش میکنه، بسیار خودداری از دروغ گفتن میکنه. یهود است خود دروغ گناه بزرگ میپنداره و تلاش میکنه که ما دروغگوی نشویم. چی رقم تلاش میکنه؟ راستی ایمان به الله داشت، راستی ایمان به آخرت داشت. خود چی رقم ایمان؟ نوعیت و کیفیت ایمانش نمیگم، مطلق ایمان سری الله و روز آخرت داشتن یا نداشتن. از او خاطر این رقتش یک جای نکرد. و من الناس من یقولو، بعضی از مردم کسایی هستند که میگویند آمنا بالله و بالرسول. گفته؟ نگفته. اگر بالرسول میگفت دروغگوی میشودن. به خاطری که خود از دروغ نگاه کنه، دو مورد ذکر کردن، ایمان به الله و ایمان به آخرت. اگرچه کیفیت ایمان به الله و کیفیت ایمان به آخرت این درست نیست. چرا؟ کیفیت ایمان به الله از چی بود؟ شرک. همراه چی بود؟ عزیر چی میگفتن؟ ابن الله. نازدانه کی؟ خدا چی میگفتن؟ نحن ابناء الله و احباؤه. ایمانشان در مورد الله در کیفیتش بالکل مغایر با ایمان مسلمان ها بود. چرا؟ ما ایمانی خالی از شرک داریم و ایمانی بگه همراه با شرک داشتن. در آخرت چطور عقیده داشتن؟ ما میگیم در آخرت مدار نجات و خلاصی فقط عقیده و عمل خود انسان است. عقیده و عمل کی؟ او میگه که نه، در آخرت ما تکداری جنت هستیم، یک چند روز بر ما عذاب داده میشه دیگه معاف هستیم. ایمان مطابق ایمان قرآن نیست، لیکن وا خودداری میکردن که ما در دروغ نبیم. اینمی کلمات استعمال کرد. الله چی میگه؟ و ما هم بمؤمنین، نیست یا مؤمن. چرا مؤمن نیسته؟ به خاطر که ایمان عبارت از چی بود؟ سه چیز: تصدیق قلبی، اقرار زبانی، عمل به اعضا. منافقین اقرار زبانی داشتن، عمل به اعضا. در جهاد امرای پیغمبرام چی میشد؟ شریک میشد. نمازها را خو میخوان، زکاتها را خو میداد، در جهاد هم شریک میشد، لیکن در قلب عقیده و باور به می معتقدات نداشت. رسول الله را رسولی واقعی نمیدانست. الله میگه و ما هم بمؤمنین، نیست یا مؤمن، در دل مؤمن نیست. یخادعون الله، فریب میده یا الله را. والذین آمنوا، کسانی را که ایمان آورده. الله را هم فریب داده میتونه؟ کلا قطعا نه. چرا؟ فریب کسی را داده میتونی که در ظاهر از سخنت یا از کارت یک اراده را کردی، لیکن در حقیقت دیگه اراده داری. میمانی جور کده ای، خب میمانی کشوفش هم گرفته ای، مردکه را طلب کده ای، به خاطر در ظاهر عزتمندیش میکنی، لیکن مینه دایشمان دی او را میپرانی. ای را فریب میگه. اینطوری فریب به الله داده نمیشه. چرا که الله از تمام اراده، نیت، از تمام مقاصدت خبر داره یا نداره؟ از منافقین که هرچی میکردن الله خبر بود. خیر چطور اینجا جمله صحیح شود؟ یخادعون الله، یا فریب میدادن الله را به زعم و گمان باطلی خودشان. به زعم و گمان چی؟ یا بدبختای طور گمان داشتن که البته الله نعوذ بالله الله را بازی داده میتونیم، حالان که الله را خو بازی داده نمیتونستن. یک توجیه. والذین آمنوا، کسانی را فریب میدادن آمنو که مؤمن هستند. دوم توجیه، یخادعون الله، معامله میکردن امرای الله متعال به مثل معامله کردن آدمی فریبکار. خودی از یا عقیده نداشتن که الله را فریب میدیم، خود لیکن کاری از یا به مثل کاری چی بود؟ فریبکارا. به مثل کاری کی؟ چرا مثل فریبکارا بود؟ مثل فریبکارا به خاطری بود که می آمدن قطعی مسلمان ها ایمان می آوردن، خیر فکر می کردن که الله دینمی ایمان ما را چی داده؟ نجات داده، امن داده.
نه مال ما را کسی تعرض میکنه، نه آبروی ما را، نه خونی ما را. صحیح است؟ این ما به همین شدیم دیگه. ولی بیخبر از اینکه در آخرت قطعشان چی معامله میشه، از این آگاه نداشتن. از این چی نبود؟ آگاهی نداشتن. خیر بیایه، اگر اینطور معامله را میگه، اگر ما اینطور معامله مخادعه را بکنیم چطور است؟ معامله مخادعه را در کجا میکنیم ما؟ در اسقاط. در کجا میکنیم؟ در کجا؟ پندکی پیسه را میگیریم، قرآن کریم هم سرش میمانیم، در فقیر میدیم. امیال اگر فقیر بیچاره امور قبض بکنه، ما کم کنشه میمانه برش همی پوله یا نه؟ راستی تا نبگوی. در یک جای همی قسم یک نفر قبض کرده بود، مرده ایلا شد. جنجال قطعی نفر بود برادر. مرده ایلا شد. کل یک قارب علکی پیسه رفته، مرده را بیگانه دفن کرد. مرده را. خو جناب، تو که ای را در عوض فدیه نمازا و روزه ها میدی، راستی تا بگو یقینی میدی؟ خون اگر یقینی میدی خو فقیر بود. او بیچاره را خود ماهای حج اگر می پول برش می دادی که می قبض کرد، حج سرش چی شد؟ فرض شد. ماهای حج کی باشه؟ ماهای چی باشه؟ و همی پول قبض کرد، صاحب نصاب شد یا نه؟ صاحب نصاب شد، حج سرش فرض شد. مردکه فقیر اگه این پول پس هم میده، فریضه حج دین در گردنش باقی میمانه. دین در گردنش باقی میمانه. خالی اگر تو واقعا راستی میدی به فقیر و عوض فدیه نمازا و روزا میدی، خونه تر قبض کرده بدی برش. باز جنجال و جنگ از کجا میشه؟ شما بگوی که این معامله فریب با الله نیست؟ اگر یهودی کار میکنه، این را مذمتش قرآن بیان میکنه، او را بد میگیم. اگر به نام مسلمانی ما این کار میکنه، او را باز ملا میگیم، امام خود میگیریم، پیشوای خود میگیریم، دستش هم بوسه میکنیم. بازی مردم دست نه، پایش هم بوسه میکنه. پایش هم بوسه میکنه. قرآن چی میگه؟ یخادعون الله، یا معامله میکنه، معامله فریب امرای الله متعال. والذین آمنوا امرای مؤمنا معامله فریب میکنه. و ما یخدعون، لیکن یا فریب داده نمیتونه الا انفسهم، بجز از نفسای خود. و ما یشعرون، لیکن شعور نداره، احساس نداره که خود فریب میدیم. خود فریب میدیم. چرا خود فریب داده؟ یا معامله نمیکنه مگر امرای خود فریب دادن، یا گمان کردن که به محض ایمان زبانی تمام فضایل و کمالات اسلام بر ما حاصل میشه. مثل که در دنیا حاصل شد، در دنیا برشان حاصل شد. ده چی حاصل شد؟ مالشان به امن شد، جانشان به امن شد، آبرویشان به امن شد. مسلمان ها سرش تعرض نکرد. لیکن یا در این خطا خوردن، فکر میکردن که همی ایمان زبانی سبب جلب کمالات و فلاح آخرت هم میشوه. لیکن اونجا شد، اونجا نه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. کی را فریب داده بود؟ خود فریب داد، خود بازی داد. چقدر چانسی طلایی برش می اثر شده بود؟ چانسی طلایی بود یا نبود؟ چرا چانسی طلایی بود؟ معلم و مدرسش کی؟ رسول الله. مجلس از کی؟ رسول الله. تقریر از کی؟ همراهی از کی؟ کلی از زیر از دست دادن، کلی از زیر. تاوانی همی مردم شده که طور موقع زرین چانسی طلایی برشان می اثر. لیکن باز هم از نور ایمان و از چیسته، از این طور زمینه یا محروم باقی بمانه. این بسیار سخت است. مثل که یک کارگری هتل اینجا باشه، دیگه هر وقت در دروازه است. خود ترجمه قرآن که شروع شد، بره و قرار در یک اتاق قو کنه. این آدم خیلی تاوانی است. چرا؟ به خاطری که طور چند سی طلایی برش حاصل است، لیکن هیچ استفاده نکرد. منافقین چند سی طلایی برش حاصل بود. بعد آنقدر به صفای قلب، به اخلاص و صداقت همراهی پیغمبر میکرد که هیچ پرسان نکرد. میایه خودش میایه. فی قلوبهم مرض، در دلهایشان مرض است. فزادهم الله مرضا، زیاد میسازه الله مرضی دلهای از یاره. ولهم عذاب علیم، برای از عذابی دردناک است. بما کانوا یکذبون، به سبب از اینکه یا مسلسل دروغ میگه.
هر دفعه که میاد در پیش مسلمان ها میگه ما مؤمن هستیم، لیکن مؤمن نیست. فی قلوبهم مرض، در دلهایشان مرض است. دو قسم مرض ما داریم. یکی مرض جسمانی، علاجش توسط دواها میشه. پیش دکتر ها مراجعه میکنه، معاینات میشه، نسخه میده، دوا را میخوره، علاج بدنت میشه. این را مرض جسمی میگه، مرض جسمی. لیکن یکی مرض معنوی است یا روحانی است. مرض معنوی و روحانی او علاجش توسط دواها نمیشه. مرضی که در قلب منافقین بود و کدام بود؟ او مرض نمیشناسه. منافقین آرزو و تمنا داشتن، همیشه در این فکر بودن که مسلمان ها یک گروپکی کوچک است، یک دلی کوچک است، در مقابل یک قدر کفار مقاومت نمیتونه. از او خاطر ایمان نمی آوردن. یقینا میگه ما باز تباه میشیم آینده، امروز از بین میره، امروز از بین میره، امروز از بین میره. و چون که ضد هم داشتن، همیشه آرزوی از این را میکردن که مسلمان ها شکست بخوره. لیکن الله متعال اسلام روز به روز، روز به روز بگوی قدم به قدم چی کرد؟ قوت داد. دایره اسلام وسیع شده رفت. جنگ بدر قایم شد، کفار سرکردایش مردار و اسیر شد. اوه منافقین آتش نفاق چی شد؟ یک دم در گرفت. فزاده هم الله مرضا، مرضشان دیگه اضافه شد. امروز هم همینطور است. یک تعداد کیا سلفیا 4 نفر است، 4 نفر است، میره گم میشه، خبر نداری. حالی خانه خانه سلفی شده. خودت خو خیر، سیاست سلفی است انشاءالله، دخترت سلفی است، طفلت سلفی است، منهج سلف دوست داره و مبارزه روان است. حالی شکایتی که خیلی زیاد میشه برای من، پیر صاحبا میگه که ای از کجا کده؟ ای از داخل خانه ما نفر پیدا کده، داخل خانه ما. ای حق است، حق میشناسی نمیشه. حقی طور یک روشنیست که نفوذ میکنه، میطور میره، این مانش چیزی نمیشه، این داخل شدنیست. الحمدلله. عالی خصوصا نسل جوان ما مکمل در فکر و در صدد عزیز که حق چیست، کجا هست، از کجا طلب کنیم، برویم بیابیم. این مردم هم حالی که گسترش از این را میبینه دیگه خون میخوره نمیخوره؟ میخوره. فزادهم الله مرضا، در دنیا خوی خونی تبخو و لهم عذاب علیم، برای از عذابی دردناک است. چرا عذابی دردناک است؟ بگوی به ترقی اسلام یا بگوی خونجیگر شدن، خفه شدن. به ترقی اسلام، به گسترش اسلام چی شدن؟ خفه و خونجیگر شدن. الله برشان عذابی علیم میده. بما کانوا یکذبون، به سبب ازی که مکمل دروغ میگفتن. قرآن کریم در مقابل دیگه جنایاتش جنایاتی دیگه شایعات نمیکنه، فقط دروغشان آیات میکنه. معلوم میشه که دروغ اشدترین گناه است، سرسختترین گناه است. ولی با تاسف که دروغ آنقدر عام است در بین جامعه و معاشره ما که هیچ پرسان نکن. کسی قصه میکرد که از خارج یک چند نفر آمده بود برای ارزیابی مردم افغانستان که یا چه قسم خوی خاصیت داره، چی کار و روزگار داره، چی چیز خوش داره، چی چیز خوش نداره. همینطور میگشتن ولایت به ولایت، این مردم بی. یک وقت که همی مطالعه یا تحقیقشان تکمیل شد، باز این نفرایی که ترجمان بود خطش، یا دریور و کارگر بود خطش، یا از پیش سوال کرده بود که چی برداشت کردی از مردم افغانستان؟ و گفتن از مردم افغانستان از 3 صفت ممتاز پیدا کردی. چند؟ بگوی چند؟ اول صفت ممتازشان چی است؟ بگوی پرخوری. در پاکستان در قابک، در یک نالبکی یکمه که شروعه کمی پرتا 10 نفر در گردش میشینه، اینه میتور چوکه کده، بگوی 10 نفر سیر میشه. خود در افغانستان بگوی تشتا نان تر میکنه، سیر نمیشه. من در پاکستان که نو رفته بودم، در هتل که بالا میشدی اول صدا میکرد دال مایی، لوبیا، چانه، غوخه، ریجه، این صدا میکرد. من ایران میباندم که دال چانه. باز دوم سوالش چی بود؟ ده 2 روپو از چند روپا؟ تعجب میکردم از چند روپا؟ اگر دال هم میخوری خو از چند روپا را میخوری؟
بسیار تعجب میکردم. در هتل افغانستان صبحکی که در مسافرها میاد که دور میخوره در کافی، نمیگه که چای سبز میخوری آسیا، میگه مایچه بگوی دیش کباب، مایچه کباب، داشی، پاچه، کدامش است؟ او مردکه چای صبح است، آدمی غریب هستم، پیسه را قرض به خاطر تداوی کردم، اینجا دیگه چی سرم نمیخورم، دکتر پرهیز کرده، من یک پرچه نان قطع یک پیاله چای سبز میخورم. اگر تو صدا کردی که چای سبز میخورم، موتر سواری نان کلش تکمیل کن، اگر بری تو چای بیاد میای برش چای نمی. ای افغانستان است، ای افغانستان است، افغانستانی پرخور. در پاکستان که رفتی ریش سفیدا، کسایی که مهاجر هستی، شما را به الله قسم کدام هتل سالون عروسی موجود بود در پشاور؟ یک هتل هم موجود نه. بیا در افغانستان برو توی ازوا چی رقم میشه، به چی قدر مقدار میشه، که الحمدلله کنر و جلال آباد تقریبا عکس امو پشاور است. یک دختری که از کنر و جلال آباد توی میشه چه قم مصارف داره، و یک دختری کابلی که توی میشه چه قم مصارف داره. مقایسه کو، وزن کو. این افتخار است به مشرقی، افتخار به کنر و جلال آباد است که ما نکاح ها را بسته کردیم. خاندان دختروالا وکیل دختر گفته که چیزی توان داره. بچه چی گفته؟ شما باور به الله بکنه، در مهر دختر چی را مقرر کرده؟ 20,000 کل داره. چند؟ عجیب است. اما در کابل بیا بشی، در کابل اول برات میگه که عروسی را در کدام اورانیس میگیری یا نه، ممتاز محل میگیری یا نه. بعد از اینکه طلا میشه، بعد از اینکه اینقدر چای سوز، اینقدر یل، 1 کیلو یل که مچم چی میکنه سریازی در کدام جای میرسه. و مردم ها خب تحقیق کرده بود، واقعیت حقیقت یافته بودن. گفت مردم پرخور است. دوم صفتشان بیکار، هر جایی که بری دل نشسته است، بوجل بازی میکنه، بوجل بازی لو میکنه. چی میگه؟ دندکلک میگه، چی میگه؟ آلی خود دنیای کفر بازیگه که دیگر را برش کشیده. دخترم میدود بگه پیچه سفیدا، زنای پیچه سفید در باغ زنانه بری اینطور چی میکنه؟ عجیب است. او همشیره امی از عهده تربیه اولادت برای امی برات بس است. تیر از امی که تو آلی خیزک بزنی خیر است. ما نمی خیزک در 1-2 دانه مردا اگر هر چی کد. آلی در کجا رسیدیم ما؟ بیکار هستیم، بیکار. کار اینطور کاری عادی را خو نمی کنیم که برای ما پیدا میشه. مولای ما کی است؟ مولای ما 2 نفر شاگرد که پیدا شد نمیگه درس، میگه کم است. نه، شاگرد پیدا میشه خو صرفی بایی رقتش میخونه، کتابی خوردی صرفه. نه، برای ما قاضی و حمدالله باشه، کتابی منطق. عجیب است. در کلی کار ما همینطور هستیم، بیکار میگردیم. او مرده خو کمی کار، ولی بیکار استینی کار خو بکو. سوم صفت چی را بیان کرده بودن؟ گفت دروغگوی. از رئیس جمهور گرفته تا شاگرد مکتب هست همونطور یا نه؟ شاگرد مکتب که بگویی او خو رفته در کجا؟ بگویی میله رفته، یا قطعی بچه ها در شوخی دمی کرکتک رفته. پس که میره سبا پیش استازش، استاز میگه کجا بودی؟ مریض بودم. بازی استاد اعلان نمیکنه شکی هم یک دروغش کافی شوه. میگه در دکتر رفتی یا نه؟ پیش کدام دکتر رفتی؟ دوا گرفتی نه؟ خوردی نه؟ بازی دروغ تا که ایره پوری دروغ نسازه. او راستی تا نبگه دولت در روزایی که همین مردمایی که در پارلمان و در ریاست جمهوری است چه وعده داده که اینی رقم میکنیم، که اینی رقم، آخر مرکز بگه حوزی چی؟ آمو گشت. دیگه چیز باقی نماند. یک چیزیش هم کلش دروغ. خیر وقتی رئیس جمهوری ما دروغ بگه، وکیل پارلمانی ما دروغ بگه، ملای مسجدی ما دروغ بگه، شاگرد مکتبی ما دروغ بگه، معلم مکتبی ما دروغ بگه، پدر و مادر د اولاد دروغ بگه، او اولاد به پدر و مادر، فضای امن کجا شد؟
کجا شد؟ قرآن کریم اینجا عذاب علیم در مقابل دروغ میگه. ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. برای ازیا عذابی دردناک است به سبب ازیا که مسلسل دروغ میگفتن. چه مشخصات داره منافقین؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، زمانی که برشان گفته میشه فساد نکنه فی الارض، در روی زمین. بزرگترین فساد در روی زمین شرک است. چی است؟ شرک است. پس وقتی که در روی زمین کسی شرک میکنه او مفسدی اعلاست. الله متعال میگه علامه منافقی است وقتی که برش میگه تو فساد نکن. قالوا میگه انما نحن مصلحون، ما خو اصلاح میکنیم. ما خود جزی نیست که فقط اصلاح کنیم دستیم. جنایتش برای خودش چی معلوم میشه؟ اصلاح. متوجه باشه. ابلیسی لعین وقتی که مردم گمراه میکنه یک دم در یک گناه بزرگ مبتلا نمیکنه شه. قدم قدم چی؟ قدم قدم. اول تو را نسواری میسازه، کم کم نسوار میزنی، باز بعد از او پودریگک میسازه، بعد از او باز ایرونکش جور میشی. اول تو را بگه عکسای لچ سرت شوقی میسازه، بعد از او باز در نظر و فکرت نعوذ بالله در تلاش یافتن امچورا میشی تا ای که در زنا مبتلا میکنه تا کم کم. خو وقتی که در گناه تو را مبتلا کرد آنقدر گناه را مزین در قلبت میسازه که یک وقت از امی جنایت خود، از امی گناه خود دفاع میکنی. چی میکنی؟ امی جنایت و گناهت برای تو چی معلوم میشه؟ اسلام معلوم میشه. نمیگی که گناهست، چرا که تو پخته شده ای. موسیقی را شنیدی یا نشنیدی؟ عام شد در هتل‌ها و در چی؟ حالی که برش میگی موسیقی نشی گناه داره، دفاع پیشش میکنه یا میگه که گناهست؟ نه تنها دفاع میکنه، از دعوای بزرگ میکنه، میگه غذای روح است. غذای چی است؟ نه خیر شب و روز بشینی دیگه موسیقی شنیده بره. غذای روح است. سعی کنه جنایت وقتی که عام میشه زیاد میشه امو چهره جنایت بودنش چی میشه؟ از بین میره. به نظری مردم امری روا معلوم میشه، بعد از او از پیشش دفاع میکنی. منافق صفتش همیسته، از عمل کردی خود نمیگه کی بد است. آلی امی منافقین که می آمدن قطعی مسلمان ها یک رنگ قطعی دیگر رنگ، این فساد بود یا نه؟ گپی مرا دا او ببر از او را دمه ببر، اینجا قطع ما واری باش، اونجا قطع از او واری باش. این خو یک دم فساد بود. لیکن وا چی میگفتن؟ وا میگفتن این اصلاح است. میگه ما جرامت میاریم در بین شما، نه شما را اعلام میکنیم نه وار. اینطوری کسا در بین چیسته؟ در بین سلفی و غیر سلفی هم وجود داره. امروز که تو را مولوی صاحب الله تو را خیر بده، الله اجر بده، تو والا بسیار خوب خدمت شده در عقیده. خو طرف کی میره؟ این مولوی متوکل نیست؟ اگه ای از بین نروه بسیار سخت است. عجیب است. تو برادر فساد چرا میکنی؟ برای ما در مکه کدام نقطه عیب داری بیا بیشی ختم بگو مولوی صاحب اینی کاری تو غلط است. مثلا یک تعداد دوستا سر ما انتقاد بکنه مولوی صاحب تفریقه به بار نمیاد. بله او بیا دارم تفریقه وقتی بعد است که مردم تر متفرق نباشه. ولی خب مردم پارچه است. مذهب بگذار، در تنظیم پارچه شده، در سمت پارچه شده، در زبان پارچه شده، تیت تو پراگنده است. ما میخوایم که پس یک جا شویم. پیش ما نه زبان مطرح شود، نه سمت مطرح شود، نه قوم مطرح شود، نه تنظیم مطرح شود، نه مذهب مطرح شود، نه بگوی پیر طریقه مطرح شود. پیش ما کتاب الله و سنت رسول الله ایره در بین بگذاریم، کل ما جمع شویم. خود چرا تفریقه را تو خود جور کردی؟ خودم علامت نمی کنی؟ من که دعوت به توحید میدم یک پارچگی میگم برام علامت میکنی؟ والا مولوی صاحب وقتی کار نیست. شما رفع الیدین و آمین بالجاه را گرفته و مرد کما کی گفته؟ ما توحید ما کم گرفته، محبت رسول الله را. خیلی خوب. چرا یهود و نصارا آمده؟ خیلی خوب مناسب. مرا میگی که این کار نکن. من خلا اقل مقتدی خدا آمین بالجاه را نشان دادم. یک سنت طریقه خو است. یک رفع الیدین امی تو هم یهود و نصارا آمده. تو چی کردی؟ تو هم در مقابل یهود و نصارا چی کردی؟ تو خود تمام روز در سر منبر مرا کوبیده رایستی، مرا نماینده یهود و نصارا معرفی میکنی. چرا اینطور است؟ سعی کنی
فساد چطور است؟ لیکن امی عمل خدا چی میگن؟ اصلاح میگه. خب بزرگترین منافق آلی کیسته میشناسیشه؟ بزرگترین منافق روس آمد مرد دواره اعلان کرد کمونیستی را، نظام کمونیستی را، خرد و کلان ما زن و مرد ما خیست در مقابلش جهاد شروع کرد. لیکن اصل منافق هم میشناسی؟ اصل منافق امریکاست، دنیای غرب است. در کدام چهره آمد؟ در کدام چهره تعالی را زده رایسته؟ جنایاتی که امروز شده در زمان از یا شده، چی بیناموسی، چی مسجد ویران کردن، چی بمباردمان شو، چی نسل کشی، چی دست جمعی قتلا، در زمان روسا همی کارا بود؟ بیناموسی را دیدی علنا؟ ندیده. روسا میرفت شما باور بالله بکنه سیاسرها را از خانه میکشید، بعد از او تلاشی میکرد به امن. شو تیاری روسیه دیده بوده که بمبارد کرده باشه؟ ندید. سری کدام چی میگه توی یا جنازه بم انداخت؟ لیکن این کفار یک جنایت هم نیست که از پیشش باقی مانده باشه، یک جنایت. لیکن در چهره چی؟ کاذبانه، در چهره نفاق آمدن به نام کمک و چی؟ همکاری. لیکن بگو بجز از ویرانی دیگه هیچ چیز ندیدیم. انفجارات آلی زیاد بود یا نه که در زمان روسا زیاد بود؟ ببینه از کجا میشه؟ یکی را در بغل محکم میگیره دوستم هستی، خود دیگر را اونجا در کو سلار هم برش میده، ده بزن. کجاست؟ سرچشمه گپا در کجاستن؟ بگوی. امی تروریسم تنها در افغانستان از بین برده میشه، در پاکستان هم از بین برده میشه. کیا دعوا داره؟ بگوی. لیکن افسوس است، من دیگه غم نمیخورم. غم مرایی میخوره که کلا که خود کلا میگه، تاریخ نوشته میشه او کلا، او پاچاها، او شیارا. اگر این روز این زمان تیر میشه تاریخ ثبت میشه، اینطور نمیمانه. به خود چهره ننگینه نمانه، لکه ننگینه نمانه. بشناسی دشمنی واقعی دینه، بشناسی که اصل جنگ از کجا نشأت میکنه، بشناسی که نفاق کی آورده. اگر ما آلی در خود در گل بزنیم پیش الله، خود بیا از او جواب میگیریم. خب پیش ولس و نسل آینده ما بگوی بسیار بی غیرت معرفی میشیم، بسیار بی غیرت معرفی میشیم. یا که این قدر پابند حقوق بشر است، در برما چرا نیست؟ در فلسطین چرا نیست؟ در چچن چرا نیست؟ در کشمیر چرا نیست؟ در می افغانستان در زمان روسا چرا نبود؟ چرا نبود؟ که یارا شما قوه امن و صلح میگه و میاره. خو خیر است. با تیر شدن روزگار و تاریخ مکملی گپا واضح میشه، برملا میشه، حقیقت های قدر منکشف شود که باز ما و شما جایی نداشته باشیم از دست خجالت، از دست خجالت جایی نداشته باشیم. قرآن کریم میگه این مردم عمل خود اصلاح میگه. امی قدر جنایاتی که کرده امی عمل خود چی گفته؟ اصلاح گفته. اصلاح گفته یا نه؟ نه تنها ای را اصلاح گفته، جنرال امریکایی را پرسان کرد که بم اتم از سر نازاسکی و هیروشیما، جزیره هیروشیما چرا انداخته؟ گفت تو کاری خوب بود. گفت چی خوبی داشت؟ گفت تو مردم یک دفعه بیغم کردیم. فهمیده؟ این گفتار جنرال امریکایی است. بم اتم بزرگترین جنایتکار کیست؟ کسی که نسل مکمل از بین میبره، مکمل. آلی هنوز ما اگر این مردم باز بگوییم که چی هسته؟ پاسدار صلح است، پاسدار امن است، پاسدار حقوق بشر است، دروغ گفتیم یا راست؟ راست نبگویم، دروغ گفتیم. ما کاذب میشیم، ما کاذب میشیم، علنا کاذب میشیم، با چشم سر کاذب میشیم. چرا اینطور میکنیم؟ قرآن برای ما میگه سرسختترین دشمن اسلام دنیای غرب است. نصرانیت پخش میشه، مسلمان تعذیب کو، مسلمان نفاق.
ممالک امن عراق به امن بود، در کجا بدل کرد؟ لیبیا، تونس، سوریه، کلی ازیره کلش در بین انداختن. امروز اگر امی دو مسلمان مثلا دولت غزنی یکی را اربکی میگه دیگه طالب، بچه های کیست؟ از کدام خاندان است؟ در تذکره اردوش چی نوشته است؟ چرا میکشن یکی دیگه خدا؟ خو خیر، اگر بازم خدا در کوچه حسنی چپ بزنیم، در خدا در تجاهل بندازیم، این جدا موضوع است. یک 4 روزگاری ما پیش میره، دلار مالر گرفته میتونیم، لیکن پیش الله جواب داده نیستیم، پیش الله متعال رفته نیستیم. صاحب قدرت هستیم یا صاحب بگه قوت هستیم؟ کلی ما در پیش الله رفته نیستیم، جواب میدیم. قرآن بر ما میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی که برشان گفته میشه فساد در روی زمین نکنه، بمباری نکنه، نفاق نپرته، ملت ها را جدا نکنه، یکی را دوست دیگر را دشمن به خود معرفی نکنه، این تاپه ها را شما، اصطلاحات شما ایجاد نکنه، تروریست، بنیادگرا، افراطی، القاعده، این ناما را ایجاد نکنه. قالوا، یا میگن انما نحن مصلحون، جز این نیست که ما اصلاحگرا هستیم. الله پروردگار میگه خبردار، انهم امی مردم هم المفسدون، امیا فساد کننده است. کل فساد که در دنیا نشأت کرده از دست از یاست، ولکن لا یشعرون، لیکن یا شعور نداره، فساد خدا نعوذ بالله احساس نداره، درد نداره، دلش نمیسوزه، سری ملتا دلش نمیسوزه، نمیگه که راستی ما فساد کردیم، ما تباه کردیم، ما در بدری را آوردیم، و دلشان نمیسوزه، تو را حیثیت هم نمیده. تمام جنایت خدا به یک چی؟ به یک چی؟ اشتباه. چی میگه؟ از ما اشتباه شده. از ما چی شده؟ خب اشتباه عذر است؟ خیر، از من اشتباه شده. اگر اشتباهی تو عذر است، خب اشتباهی من هم عذر بدان. در حالی که تو وسیله خیلی مدرن پیشرفته داری، تفکیک میتانی، در تبلیغاتت میگی که ما 2 نفر نشسته در یک مجلس باشه، نفری مخالف خدا فرق کده او را زده میتونیم. چرا اینطور میشه؟ افسوس نیست؟ و اذا منافقین در طول تاریخ می رقم است. و اذا در اون جمع در زمان پیغمبر علیه السلام فساد شروع کرده بودن، گپی از یار دوا از واره دیا، تمامی روز اینمی جنگ بود، گپا بود. وقتی برشان میگفتن نه، میگه ما یک کمی جرامت میکنیم، آلیام یک تعداد چی میکنه؟ چرا اینقدر به غربیا خیلی گرویده است؟ نه، ما تلاش میکنیم که در بین یهودیت و نصرانیت و اسلام یک رای روباگک موجود باشه، یک رای روباگک موجود باشه. و اذا قیل لهم آمنوا، وقتی که برشان گفته میشه ایمان بیاره، کما آمن الناس، مثل که مردم ایمان آورده، یعنی هم به دل باور کنی هم به زبان اقرار کنی. وقت خلاص است، خیری آیت هم میمانیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.